رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، چنانه که برنامه که امروز گذاشتیم، برنامه منبر مهاجر، و عنوان این برنامه را گذاشتیم فرار ملت، چرا تاجیکان وطن را ترک میکنند. واقعا وطن آنجاست که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد. واژه وطن یکی از مقدسترین و شیواترین و آن جایی است که خون ناف هر یک انسان در آنجا ریخته باشد و ناخودآگاه انسان امکان ندارد که آن زادگاهی که او در آنجا تولد شده است آن را دوست ندارد. بله، فرزندان بسیاری از ما و شما که در خارج از کشور به دنیا آمدند، از آن سخنان پدر و مادرشان وطن را میشنوند و میفهمند که زادگاه پدر و مادر و ما شهروندی کشوری که زندگی داریم فعلا نیستیم در اصل، و اصل و یعنی اجداد ما از کشور با نام تاجیکستان است. ما میتوانیم زاده شدگان در خارج از تاجیکستان را به شکل بفهمیم، ولی ما و شما که زاده شدگان وطن با نام تاجیکستان هستیم امکان ندارد که هیچ وطن دیگری اگر چند پول داشته باشیم، خانه داشته باشیم، بیزنس داشته باشیم، تمام شرایط ما مهیا در بیرون از کشور در کشورهای دیگر باشد، اما دلمان برای اون وطن میتپد. البته بسیاری از افراد را میبینم که در اینجا وقت تاجیکستان میگویم آنها به شکل میخندند و میگویند حضرت در تاجیکستان هیچی نداشتم، هر چیزی داشتم از دستم زده بودن، گرفته بودنش و هیچ یعنی روی خوشه با اون وطن نداشتم. نه برق داشتیم، نه گاز داشتیم، در یک زندگی بی‌زیب زندگانی میکردیم، در یک خانه 5-6 عائله بودیم، نان به گدایی پیدا میکردیم. ناشکری هموطری وطن، همو وطن عیبدنش نبودنش به هست. چرا وقتی که انسان یک گپ میزنه یعنی افرادی که دوست میدارن وطنشان و افرادی هستند که به مانند ما و شما در تاجیکستان زاده شدند، ولی آنچنان این حکومت و این رژیم بالاشون مصیبت آورد که آنها حتی دیگر یعنی در فکری یاد کردن آن وطن نیستند. چرا؟ چون که هیچ خوبی در آن ندیدند. ملس غمش داد، زندگی نداشت، برق نداشت، گاز نداشت، پدر و مادرش در یک وضعیتی بد زندگانی داشتند، حالت و وضعیت خیلی بد و خراب بود. پس اون دیگر میگه چی؟ یعنی که برای من همو وطن است، من کارم در اینجا، خانم در اینجا، بیزنسم در اینجا، زندگیم خوب، کسی کارم ندارد. اصلا برای من هم یک بار انسان زندگی میکنه و همون یک زندگی را برای اینکه در وطنم باشم خواری و ذلت عذاب بکشم. من نخواستم همون ذلت عذاب و خواری و همون تحقیر، همون نه دینم آزاد باشه، نه تجارتم آزاد باشه، نه فرزندم آزاد باشه، نه پدر و مادرم در یک وضعیت خوب باشن. پس چی لازم است؟ من از اینجا پول کار میکنم و پدر ما روان میکنم که زندگی کنه. از اون وطن کردن نبودن اون وطن برای من بهتر است. خب این دیدگاه های مختلفی مردم هم باید ما همیشه فکر داشته باشیم. چرا من هزارها شهروند میدونم وقتی برای تورستان گپ میزنیم حتی با پیسخند میگوین وطن، خیلی وطن، همون جایی که نه برقی نسویت، نه کار گرانی، زندگی پدر و مادر مشکل پدستوت میکنن، تجارت کردن نتونی، چی وطن او؟ بله درست است. انا همین دیدگاه ها نیست. ما هر روزها با هزارها و صدها شهروند با چنین وضعیت و با چنین حالت با آنها صحبت میکنیم. این است که حالت و وضعیت برای مردمان و شهروندان تاجیکستان به یک نمود، به یک ذیل، به یک شکل نیست. می توانیم افراد زیاده را در روسیه ببینیم که یعنی در روسیه 20 سال زندگی دارن و از وقت جنگ شهروندی رفتن، فرزنداشون در روسیه تولد شدن، از همون تاجیکستان یک فراری دیگر در روسیه با او ازدواج کرد و مدتی فرزندش یا بچه‌ش یا دخترش 20-25 سالش است، 30 سالش است بعضش. یعنی او دیگه در فکر وطن و تاجیکستان نیست، خود تنها خودش تاجیک میدونه و یگان چیز دیگر برای اون وطن نه فکر دارد و نه یعنی در صدد این است که به اون وطن بر بگرده. بله، انا همین جاست که وضعیت و حالت ما و شما شهروند باید دیدگاهمون کاملا یعنی معین گردد. برای چی؟ به خاطر که
هیچ چیزی در دنیا نمیتواند که به یک مرام، به یک شکل، به یک زیل باشد. مردم به دسته های گوناگون در نسبت به وطن جدا شده اند. دسته های گوناگون دوستداران وطن، افرادی که وطن برای اونها هیچ ارزش ندارد، چون که از وطن جبر دیدند، از وطن مصیبت دیدند، از وطن هیچ خوبی در یاد ندارند جز از کشیدن ملسه و جز از تحقیر کردن، جز از تحقیر شدن دینش. حتی زیادی از افرادی است که با ایشان صحبت میکنیم، میگه خودت حضرت املای همین به نظر خودت در همون وطنی که دینت ممنوعه، مسجدت مشکلات داره، فرزندت نمیتونه مسجد رفته، دخترت حجاب نمیبنده، آیا تو فکر داری در همتری وطن زندگانی کردن درست است یا اینکه باید ما هجرت کنیم؟ در قرآن آیه های وجود دارد در مورد اینکه اگر دیدید که با این مشکلات مواجه هستید، پس باید از اون وطن هجرت کنید تا اینکه یعنی نجات یابید. مگر مستضعفین زنان و کودکانی که در اسارت رژیم هستند. پس چگونه؟ بله، 100% کلام شما درست است. در این من هیچ یگان مشکلات و اختلاف در مورد اینکه این وضعیت و حالتی که در تاجیکستان هست زندگانی نمودن برای یک شخص آزاد و آزاداندیش و آزاد فکر و مسلمانی که میخواهد تمام شعائر دینش تحقق پیدا کند در حیاتش، پس برای اون واقعا یک جهنم است. در این هیچ شک و شبهه میان هیچ نفر از من و افرادی که چون این فکر دارند نیست. اما ما و شما افرادی هستیم که باید تغییرات در این سمت و در این حالت و در این وضعیتی که ملت و مردم تاجیک زندگانی دارند باید به وجود آوریم. بیننده عزیز و گرامی، شما خودتان مهاجر هستید، شما خودتان وضعیت و حالت را خوب میفهمید، شما خودتان دیده استودید که با کدام حالت با کدام وضعیت فعلا ما و شما قرار داریم. اگر من بدانم که شما شهروندی تاجیکستانی سابق هستید و فعلا شهروندی کشور دیگری را دارید که در این کشور زندگانیتان آسوده هست و هیچ مشکل برای شما نیست و می توانید شما یعنی آزادانه در کشوری که قرار دارید، در کشوری که زندگانی دارید، یعنی به شکل خوب و خوش هست. من حتی میگم خوب دیگر برای شما خوب این از وضعیت و شما وضعیت و حالتونه و همون شکلی که فعلا هستید ادامه دهید. بله، این یک چیزی مقرری است و این یک چیزی است که یعنی هیچ چیزی گفته نمیتوانم. اما یگانه چیزی که ما و شما را به مصیبت و مشکلات وادار میکند این ظلم رژیم به حتی شهروند سابقش که در خارج از تاجیکستان زندگانی میکند کشیده ایستاده است. خوب دقت کنید. اگر امام علی رحمانوف و مقامات او به افرادی که در شهروندی کشورهای دیگر را دارند، چی از اوکراین را، چی از روسیه را، چی از کشورهای دیگر را، با آنها دیگه بگه خلاص من با اونها هیچ مشکلی ندارم، خوب اونها میتوانند که با زندگی خودشان مشغول باشند. نه، رحمانوف و مقامات او حتی با همان شهروندان اگر که نتوانند با نزدیکان آنها مصیبت ها میارند. پس فهمیدیم که توی که شهروند سابق تاجیکستان بودی، من برای شهروندای سابق گفته ایستم، خوب دقت کنید، برای شهروندانی که سابق شهروند بودند، یعنی زندگی اونها با داشتن شهروندی کشور دیگر در کشورهای دیگر هیچ یگان قدر و یگان منزلت ندارد. با هر شکل و با هر وسیله اون شهروند کشور دیگری که زندگانی دارد و تاجیکستانی سابق است، حتی ظلم رژیم با اون شهروندان تاجیکستانی سابقه که در کشورهای دیگر زندگانی دارند ظلمش رسیده ایستاده است، ولی اونها باز هم کک چومو کک لاخی خب میشینن، هر چیزی که براشون میگن یعنی که همون شکل انجام داده ایستادن. پول جمع میکنن، روان میکنن، آتشش طرف میکنن، آچشش طرف میکنن، خواهرش، یزنش، برادرش، هر کسی را که مشکلات میسازن ایده ایجا کار میکنه، زحمت میکشه، پل روان میکنه تا اینکه مقامات رحمان و فبوتن تا اونها را ظلم نکنن. یعنی این دلالت بر چی میکند؟ این دلالت بر آن میکند که واقعا هم این وضعیتی که ادامه دارد برای توی که شهروند تاجیکستان نیستی اما نزدیکان از شهروند تاجیکستان است، ضرر و ظلم رحمانوف برای تو هم رسیده ایستاده است. این دلالت از چی میکند؟ این دلالت از آن میکند که پس تو هم خاموش نشستنی تو در این وضعیت، ما نمیگیم که تو میکروفون را در دستت بگی یا منبر تشکیل که به خیر بازید رحمان و مبارزه بر، نه ما چنین چیزی نگفتیم.
ولی در پنهانی باید به شکل در فکر وطنت باشی. چگونه اوشا باید خودت فکر کنی؟ یعنی چگونه در فکر وطن باشی؟ اون فکر برمیگردد به تو، اون فکر برمیگردد به کارکردی تو، اون فکر برمیگردد به آن حالتی که میتوانی برای وطن و برای کشور انجام بدی. بار دیگر میگم پول داشتنی تو، شهروندی کشور دیگری تو، تجارت داشتنی تو، آسوده بودنی تو در خارج، زن و فرزندی تو آسوده بودن، کلن و دامادی تو آسوده بودن در خارج، این دلالت بر آزادی و آرامی تو در اون خارج نمیکند. چرا؟ چون که تو باز هم زیر ظلم به هر شکل و صورت دیگر قرار گرفته ای. پس باید از امروز دیگر که خداوند پول داد، خداوند شهروندی دیگه کشور داد، تجارت داد، فرزند داد، همت خوب است، تجارت داری، پس تو باید در فکر آینده تغییرات این نظامی که در کشور هست باید سهمی با سزای خود بگذاری. خب این مسئله است که باید در آغاز این برنامه براتون یک گوشزد میکردم تا اینکه براتون با فکر کردن شما فکر کنید، خودتون میفهمید که تو شهروند کشور دیگه آیا از ظلم رحمانوف نجات یافته؟ نه والله نجات نیافته. تو شهروند کشور دیگر تجارت داری، آیا ظلم رحمانوف به تو نمیرسد؟ به همین شکل هم میرسد. پس تو چی نجات داده است؟ هیچی نجات نداده است. درست. پس تو باید فکر کنی. الحمدلله که مقامات رحمانوف به یک نمود احمق هستند که حتی همونهایی که شهروندان کشور دیگرن ظلمشون به اونها هم میرسن، ولی از همه بیشتر باید همینانی که شهروندان کشور دیگر هستند و میتوانند کار انجام دهند برای وطنشون، انا همینها با شکل ما یک خط و سکرایو گفته خواهم 50,000 دلار میگه، خواهم 20,000 میگه، میتیمشون خواب میکنه. او شکل نیست که این کاری که من کرده استم ادامه دادن قدرت ظلم در کشور میشود. انا همون تاجیکی که در خارج زندگانی دارد شهروند دیگر کشور است، انا همین بار هم فکر نکرده است که این دلالت بر حماقت، دلالت بر بیفکری، دلالت بر شخصی که اون اصلا نمیداند که ماجرا و آینده زندگانی او و فرزندان و آن افرادی که در داخل کشور از او هستند چی چیزهای بر سر اونها در آینده نزدیک خواهد آمد. مسئله که باید واقعا هم در هر برنامه ما بگیم، اما خاص گذاشتیم این برنامه را که فرار ملت یا چرا تاجیکان وطن را ترک میکنند، یعنی آن چیزی که رحمانوف برای وطن و برای ملت ما و برای مردم ما در داخل کشور یعنی که انجام داده است یا انجام داده ایستاده است، این دلالت بر آن میکند که امام علی رحمانوف واقعا هم ظلم زیاد را بالای ما و شما تا امروز و بالای هر شهروند این کشور انجام داده است. که این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که شهروند کشور دیگر یارا و مدار طاقت و ایستادن در داخل کشور ندارد و به هر شکل و صورت باید که اون از کشور خارج شود و فرار کند و برود به کشور دیگر. اما باز هم ما به شکل این روزها میبینیم که هزارها شهروند تاجیکستان در کشورهای سوم یا دوم برای رفتن و کشورهای سوم هستند و کشورهای بهتر، مثلا در قزاقستان است، در قرقیزستان است، در ازبکستان است، در روسیه است، در آذربایجان است، در ارمنستان است، در گرجستان است، ولی با هر شکل بازم میخواهند که اونجاها رو ترک کنند و به کشورهای سوم بروند. چرا؟ وضعیت زندگانی اونها هم به شکل بهتر و خوبتر نیست، بازم میخواهند زندگی بهتر، ولی یک بار هم فکر نمیکنند که زندگی بهتر برای شما لااقل در 3-4 سال اول در کشورهای اروپایی، امریکایی، آن کشورهایی که شما دولت‌های اول میدانید برای شما بهبودی نیست. تو قرضداری، تو مشکلات برات آمده است، تو خانه تا فروخته خطا از یعنی که ظلم رحمانوف خلاص کرده، تو باید پول بگردانی بودی درانه که جای تو اروپا، امریکا اینجاها نیست که تو به شکل باید خطا برسونی در اونجاها و همه مشکلات تو در حال حل شود. نه چنین نیست. چرا؟ چون که این کشورهایی که اروپایی و غربی یا امریکایی هستند سالها لازم است که تو همچون یک شهروند قانونی در اینجا باشی و بعد از اون تو بتونی کارهایی که انجام میدی اون کارها را یعنی که در تاجیکستان یا هر کجا قرضداری یا مشکلات داری اون مشکلات را پس سر کنی. اما در لحظه واحد میتواند تغییراتی که در کشور میشود، وضعیت اینه مثلا دولت سوریه را بگیرید.
سبحان الله. یک بار دقت کنید شما، یعنی در مدت همین کوتاه‌ترین مهلتی یعنی که گذشته ایستاده است که سال دیومش میرسد امروز پگاه، یعنی چقدر همون دولت رو به بهبودی آورد، رو به پیشروی آورد. شهرونداش برگشتن رفتن، از کشورهای اروپایی برگشته ایستن رفته ایستن، تجارت برای اونها آزاد. شهروندانی که در دولت سهیم هستند برای اونها تجارت اجازت نیست، باید در کارهای دولتی کار کند. یعنی قانونهاش سخت به قوت کرد و شهرونداش هم به وطن برگشته ایستند و زیر حمایت دولت جدید کار و فعالیت خودشان ادامه داده ایستادند. این دلالت از یک نمونه آزاد و یک نمونه روشن برای کی؟ برای شما، برای ما، برای شهروند تاجیکستان. ولی اون شهروندی که یعنی که سال 2024 فرار کرد از سوریه آمد به یک کشور اروپایی، حالا هم اون در مدت 2 سال یا 1 سال و چند ماه، 5 ماه، 6 ماه گذشته است، یعنی یگان چیز نشده است در اروپا. ولی اون شهروندی که در کشور دیگر بود یا اینکه در داخل خودش بود، اون سیقل و یعنی که تغییراتی در زندگیش تغییر کرده است از اون شهروندی که در اروپا و امریکا قرار دارد. چرا؟ چون که وطن خودش است، دولت آزاد شد، یعنی که مونوپولیا وجود ندارد، ظلم وجود ندارد، یک عائله حاکم بر کشور نیست که همه را بتواند ظلم کند، مصیبت بالاشون بیارد. پس اونها در تجارت، در کسب و کار، من چند نفر از برادران سوری رفیقای گذشته داشتم که در ترکیه بودن، بعضیش در یعنی که کشورهای اروپایی بودن، برگشتن رفتن. براشون میگم که اینجا خوب نبود برات، نمیگه به خدا قسم وطنم بسیار راحت شده است، برام آزاد شده است. همون مبلغ من اویش که در ترکیه بود میگه پیدا میکردم، یقینا برابر اون مبلغ ترکیه در سوریه فعلا پیدا کرده است. و فعلا باز پول لازم است که اگر کارهای بیشتر کلانتری انجام بدیم سودم بیشتر است از اون چیزی که من در ترکیه یعنی که کار میکردم. اونایش که از اروپا رفتن، خوب اینها که با مبلغ ها برگشتن 100,000 و 50,000 و 200,000، اونها میگه زندگی ما کاملا از اروپا بهتر، خوبتر، داخل مجتمع خودم هر چیزی که بخوام میکنم، دینم آزاد، وطنم آزاد، تجارتم آزاد، کسی با کسی کار ندارد. یعنی نگاه کنید، یعنی این نمونه های زنده و مکمل برای افرادی که میخواهند فعلا از روسیه و از کشورهای دوم به کشورهای سوم فرار کنند تا اینکه زندگیشان بهتر و خوبتر کنند. ولی رحمانوف هر چی باشد بیشتر هم با مقامات ظلم دارد تا اینکه مردم فرار کنند و وطن برای اون و عائله اون و یعنی که چاپلوسان و برای نزدیکان و عائله خودش یعنی که فراختر شود، کسی صدا بلند نکند، راحت باشن، بزنن، بدزدن، غارت کنن، هر کاری که میخوان انجام بدن، کسی برای اونها یعنی پریگراد یا اینکه مانع ظلم و جنایت این رژیم و این عائله در داخل کشور نگردد. که این دلالتی بزرگ از چی میکند؟ از ترسو بودن ما. این دلالتی بزرگ از وضعیت و حالتی که ما و شما در یعنی که همین وضعیتی که فعلا قرار داریم یعنی دلالت میکند. پس این همه وضعیت و حالتهایی که ما و شما فعلا در خارج از کشور قرار داریم و این همه مصیبت هایی که بالای ما آمده است، این یعنی که دلالت کننده بر چی است؟ دلالت کننده بر آن است که ما و شما باید بجای اینکه به کشورهای خارج سفر کنیم، بجای اینکه هجرت ما باز هم طولانی تر شود، باید ما به شکل باید به یعنی تاجیکستان برگشتنمون فراهم آریم تا اینکه ما بتونیم در کشورمون یعنی وضعیت و حالت خودمون بهتر و خوبتر و از اون حالتی که فعلا ما و شما در خارج از کشور داریم یعنی زندگی ما بهتر و خوبتر کنیم. چرا؟ چون که ما و شما در بیرون اون وضعیت هایی که میتونیم در داخل کشور برای خودمون ایجاد کنیم، در بیرون از کشور با هزارها مشکلات زبان است. اگر بیای حتی در 6 ماه 1 سال هم قبول شد، تو باید زبان آموزی، ادپتاسیون کنی، اینتگراسیا شای یعنی اندماج، تا اینکه تو داخل اینها قانون باید بخونی، بفهمی چیکار کردن در کره. همه اینها 3-4 سال وقت عمری تر میگیره که این عمری بی بازگشت است. این عمری است که دوباره یعنی بر نمیگرده. این عمر دوباره یعنی که برای ما و تو میسر نمیشه و که 4 سال حیاتی تو گذشت، بعد از اون تو هر ماه 2,000 معاش میگیری یا اینکه کار میکنی و 600-700-800 سوم پلی خانه، پلی آب، پلی گاز، این قدیگه پلی اینشورنس،
پلی اینترنت، پلی خوردن و اخیر ماه میشه با 10 روز اخیر ماه بازم یگان کس قرض میگیری تا اینکه زندگی تا تمام بتی. آیا تو میخوای که همچین زندگانی داشته باشی؟ آیا همین زندگانی بهتر میدونی خودت؟ من نمیدونم این زندگی بهتر. این برای یک شخص آزاد و آزاده زندگانی بهتر نیست. زندگانی بهتری من تو همان وقت است که ما در کشور باشیم و در وطن خودمان باشیم و این فرار و این حالت هایی که از کشور فعلا ادامه دارد و این باید این ملت خاتمه نهایی گذارد تا اینکه دیگر با این وضعیت و با این حالتی که ما و شما فعلا قرار داریم با این بر نگردیم. و فعلا واقعا هم بعضی از سوال ها و بعضی از اینتریگ های رژیم رحمانوف در داخل کشور هر دقیقه ما دیده ایستادیم. اینتریگ های واقعا هم خیلی وزمین رژیم رحمانوف ما در داخل کشور دیده ایستادیم که واقعا خیلی اینتریگ های وزمین از جانب مقامات رحمانوف و برای کارکرد و اینکه چگونه شکل و کارکرده که یعنی اینها برای ما و شما آماده کردن، یعنی که چی چیزها را باید اینها یعنی برای ما و شما در آینده نزدیک انجام بدهند تا اینکه یعنی دیگر مردم و ملت بترسانند و وضعیت ما و شما را از بد هم بدتر کنند. من همین صبح بود بعد از نماز بامداد صحبت داشتم و این چنین قبل از اون هم با بعضی از برادران دیگر در قضیه وضعیت کنونی کشور که در رأس کار هستند و در مجلس های رحمانوف همیشگی هستند و اونها واقعا هم چندین مسئله را برای من بازگو کردند که من میتونم بگم که این واقعا هم یکی از یعنی سخنهای بود که خیلی برای من یعنی دردناک بود. دردناک از جهتی که یعنی بعضی از کارهای در داخل کشور اینها انجام داده ایستادن. اینو میخواهند که یعنی بعضی از کارها را در داخل کشور رژیم رحمانوف انجام بدهد و این حالت و مرحله گذرش است و در این مرحله گذرش باید ملت و مردم یعنی که خوب با دقت باشه. الله شاهد است، همین ملت تاجیک با برنامه هامون از حالت هایی که رحمانوف در غرم یعنی که کردنی بود، مردم کشتنی بود، در منطقه های یعنی که بدخشان کوهی بعضی از حالت ها انجام دادنی بود، در منطقه های کولاب انجام دادنی بود. با برنامه هامون وقتی که پروژه هایی که انجام میتید رحمانوف فهمیدیم و خبر کردیم اونها چی شدن؟ خونسا شدن، چون که پلان کشف شد و در برنامه گفته شد و این دلالت بر نجات ملت توسط برنامه منبر مهاجر و توسط برنامه هایی که اصلاح در تحلیل های گوناگون در برنامه نامه ها از ناحیه ها یا نامه مرا علاهیده نشر کنید با شکل های گوناگون برای ملت و مردم بازگو کردیم. نوشته آن در پایگاه اصلاح نشر شد و صحبت های فشرده در برنامه های منبر ما انجام دادیم که ملت و مردم از یعنی که قتل های زنجیره‌ای دیگر رحمانوف با خبر کردیم و بالاخره دیگر این پروژه های شومی که میخواست عملیش نماید اون پروژه های شومشه یعنی انجام نداد. بله دقیقاً همین پروژه های شومی که ما گفته ایستاده در تاجیکستان بار دیگر پس از حادثات ایران که صورت گرفت، خاصتا همون حالت خیزش مردم که منجر به کشته شدن خوب دیگر شدن که رسانه‌ها میگن 50,000 یا بیشتر از اون یعنی در ایران کشته شد. افرادی که مظاهره کردن، میتینگ کردن از طرف خوب دیگر دولت ایران که این دلالت بر همون میکند که یعنی کشتن معترضین یعنی هیچی چیز برای دولت به بار نآورد و هیچ کسی هم چیزش نگفت. یعنی این اگه تحلیل رحمانوف است منظور، یعنی این تحلیل مقامات رحمانوف است. یعنی اینها باید به شکل همین یعنی که پروژه را انجام تیند تا چی؟ تا اینکه گویا برای مردم نشان بدهند که اگر مبادای شما چکار کردنی هستید ما این خیلی میکشیم تون و هیچ کس جواب شما را نخواهد داد. این البته پروژه رحمانوف است و پروژه مقاماتش است، به خاطر مردم ترساندن و زیر وحشت قرار دادن. البته
برادرانی که در مقامات امنیتی و قدرتی هستند حتی گوشزد کردن. من دیگر یک تا برای هر یک برادر و خواهری که از من میپرسد، یعنی تو اگر یک کم ترک فهمیشی داشته باشی که مقامات به شکلی از پشتت هستن، از پشت همه افراد آگاه و زیرک و دانا و افرادی که اونها دانش دارن هستن، در این یگان شکی نیست. این بدون این که تو بپرسی بدونی، اینا بدونی که هستن. این یکم. و دوم این که افرادی که در خارج هستند و به شکل‌های میخواهند برگردن پیش پدر و مادر، پیش همسر، پیش فرزندها، پیش نزدیکا، باید خوب بدونه که همین تابستان، یعنی که برگشتن شما افرادی آگاه در نظر دارم من، یعنی همه شامل این نمیشوند. همین خیل رفتن، یعنی این دلالت بران میکند که بعضی از کارهای را انجام دادن و بهتر و خوبتر است که فعلا، یعنی که در همین تابستان تا اینکه خدا کنه که انشالله که وقتی که ما گفتیم دیگر پروژه شومی که داشته باشند اونها انجامش نمیتین، ولی خوب دیگر بعضی گاه و وقتا میشود که ما چندین پروژه‌شون از بین خونسا کردیم که در او پول جدا شد، در او یعنی آموزش دیده بودن، هم مرا آماده کردن، ولی وقتی که اون سیر کشف میشود و در برنامه ها ما اونها را میگیم، این سبب میگردد که رحمانوف دیگر یا مقاماتش صرف نظر میکنن از اون برنامه‌ای که در نظر است انجام بتین، یا در غرم سلاح بجا کردن تا اینکه مردم بتین و برون هجوم کنن بزنن تا مردم بیشتر با ظلم کنن. اوز اگر مثلا غرم رئیس ملیساش تو 2,500,000 ملیسا و امنیت غرم در یک، یعنی که ماه تا 2 میلیون از همون منطقه های غرب، مثلا در جزیره تاجیک‌آباد، همین مناطق یعنی رشته، تا 2.5 میلیون جمع میکنن. در اینجا گاو داخل میشوه، عسل داخل میشوه، یعنی تمام چیزایی که حتی بیزنس هایی که در روسیه هستن از مردم میگیرن همه اینو داخل میشده است، یعنی از همین شهروندا میگیرن. میگه گاه ها ماه ها میشوه کم میشود، ولی یعنی عادتا در همین اندازه و حدود 2.5 میلیون، یعنی که شخصایی که در مثلا ملیسایی که در غرم، در نورآباد و در مثلا جرگتال و تاجیک‌آباد، یعنی سنگوار، همینا یعنی که هستند، تا همین قدر مبلغ یعنی که پیدا در عموم میکنن که این مبلغ خیلی بزرگه و اینم ایتنیست است که از اون مردم بگیرن. اینها به شکل اینا را میجخن و از خارج، از روسیه، از دیگر کشورها به خاطر نجات دادن نزدیکاشون برای اونها پول میفرستند تا اینکه اونها نجات یابند. و بازم میخواستن که یک بونت دیگه، یک سی دیگه تشکیل کنن تا اینکه مبلغی که هست همین عدد مبلغ بازم برند بالا. یعنی این هم برای مبلغ بالا بردن لازم است که یک کشتار تشکیل کنن که اینا بونت برداشتن، مردم خواستن میخواستن که اون کار کنن، ما این نزدیمشون. بعد از اون دیگر حادثه حاجی حلیم، همتون شاهده که حاجی حلیم سال 2015 خدا رحمتش نزدن، ولی با نام حاجی حلیم تا اینمی حاضره مردم زده سوم جمع کرده هستند. تا سال 2018-19 همین تاجیکستان را بیختن، لوبای کسا میافتن سطح حاجی حلیم میزدنش که قطعی هم یه بار گپ زدگی انا تا 100,000 50,000 بیو از تاجرش سرکردگی تا تمام مردم شه به هر شکل، یعنی جفیدن خونی مردم خوردن. انا هر منطقه ده همین کار انجام میدن، چی در غرم باشد، چی در کولاب، در ختلان، منظور در خاصتا مناطق کولاب باشد، این ادامه ظلم و فشار بالای مردم تا اینکه بیشتر از اونها با هر شکلی که میشود پول بکنن و پول بگیرن. یعنی این است وضعیت و حالتی که رحمانوف فعلا میخواهد انجام دهد. بس ملت و مردم با دقت باشن و خوب بفهمن. مسئله از بونت زندان ها پرسیدن، گفتن نه دیگه برای اینها ولی امکانی همه کار کردنش وجود دارد، ولی همه قدر براتون میگم که فعلا یعنی که به همین شکل هست. تا فکر کنید که بچه‌ها نزشتو نمبرن، نزشتو نکشنشون، نزشتو زندانیشون نکنن، یعنی که برای هیچی به معنی اگه گپ نشود باید خودشونه، سلامتی خودشونه و حیات خودشونه به شکل حفظ کنن. خب این یک آگاهی بود از مقامات امنیتی کشور که براتون خبر کردم و جوانانی که تابستان خاصتا فکری رفتن به وطن دارند و میخوان یگان کار
مثلا از امریکا و از اروپا و از این جاها هستن، خوب با دقت باشن و بفهمن که وضعیتشون یعنی به همین شکل هست و میتونید شما خشتبار نزدیکاتون رو با تلفن صحبت کنید. ولی اونانی که یگان مشکل یعنی که در گذشته و در حاضره ندارن، برای اونها هیچ مشکلی نیست، میتوانند که با هر شکلی که از به وطن برگردن و کاری که باید انجام تیان ان الله که انجام دادن ادامه تیان. و ان الله برادران ما که یعنی که عددشون معین است، الحمدلله همه برادرایی که نامشون نگرفتیم غیر از 22 39 دیگر همه برادرها برآمدن. دیگر همه برادرانی که در یعنی که در تماس باید میبرآمدن با هر شکل پیدا شدن و با هر شکل گزارش های خودشون از وضعیت و حالت ها برای ما رساندن. و مناطق 5 و شکل های بسیار ناآرام هست از چندین نگاه. اینا خوب دیگر رئیس سردار شعبه وزارت کارهای داخلی خوب میداند، فهمیده است که منظورم چی است و چی مشکلات پیدا داشته است. و رئیس یعنی که 5 هم ظلم های انجام داده است، رسیده است. و از این طرف در فیض آباد هم به همین شکل بعضی از کارها صورت گرفته است. در نارک هم رئیس نو چی کارها انجام داده است معلومات برای ما رسید. و در قضیه روز جمعه که رحمانوف به نارک رفت، یعنی ما برادرانی که در نارک هستند برای ما نوشتند قضیه و وضعیتی که در نارک هست. حتی مردم در مسجد آمدن گفتن که از اونا در درون مسجد بگه، یکی با میکروفون نگه که در درون مسجد آواز اذان بلند شوه، چرا که پیشوای ملت در همین جای یکی آواز اذان بشنوه نصرانیش میگریزه، باید که شما اذان سویتورا کشتن. گفتن مردم میگه سویتورا کشتن، گفتن نگه میکنیم در بالا ونتیلاتور کار کرده سن، گفتن که نه موعظه را امام با میکروفون کنه و نه اذان با چی بگه، با میکروفون بگه، شما با هم دهنتون بگه تمام سویتورا کشتن. میگه سینی بالا نگه داریم ونتیلاتور در بالا کار کرده سن، ولی اومدن گفتن که سویتورا کشتگین. یعنی دقت ملت و مردم که رحمانوف خبیث چگونه از اذان، از آواز و از شعیره اسلام چگونه میترسد و چگونه ترس و هراس و چگونه وحشت دارد. باور کنید همینطوری معلومات گوناگونی مختطف از تمام مناطق کشور به اصلاح میرسد. حتی دیگر زیاد بیشتر از این نمیخواهم یعنی که شرح حال بیشتر کنم، ولی مهم که وضعیت در کشور به همین اندازه و به همین شکل هست. اونانی که میگه پیشوای ملت یعنی که خدمت داره و مسلمانی پیشترین مسلمانی 500 مسلمان 500 مسلمانی دنیا یا بسیار آدم بزرگه، ببینید که چگونه از اذان وحشت دارد، ببینید که چگونه اذان برای این یعنی یک چیزی گویا بیگانه هست، یک گویا تبلیغی یک دینی بیگانه است، گویا دین اسلام برای او دینی بیگانه است و تمام آنچه که مربوط به شریعت و بدین دارد، چه قرآن است، چه پیامبر است، چه اذان است، چه یعنی که هر چیزی که هست برای رحمان و بیگانه است. و این چیزایی که من گفته هستم یگان تاش نه تهمت است، نه یعنی که از پیش خودم گفتم، اما وضعیت و حالتی که در کشور یعنی که میگذرد برای ما با هر شکل و با هر یعنی که گونه به اصلاح الحمدلله از مقامات امنیتی کشور میرسد که این خودش دلالت بر همون ارتباط ملت و مردم با ماست. این هم دلالت بر آن میکند که الحمدلله ما با شکل یعنی که چی کارهای انجام داده ایم. حتی از دهه‌های یعنی که دوردستی مثلا نورک برای ما در این قضیه مثلا رسیده بود که رحمان در داخل باغ انار بود، در داخل باغ انار در نورک بود و یعنی که گفتن که دیگه با میکروفون از این با از دیگر بخشش آمد. و این چنین از مسجدی دهه توت قبل از این جمع رسید، یعنی امامی مسجدش حاج عبدالحی یعنی که خانش در وکزل نورک قرار دارد، یعنی که در نماز جمعه پیش رو بوده است. این هم برای این هم معلومات رسید که چگونه مثلا به میکروفون از آن دادن. یعنی هر منطقه که یعنی که رحمان سفر کند در اونجا باید شعیره و آنچه که مربوط به دین است در اونجا باید بسته باشد. یعنی که وقتی که یعنی که پیشو جنوب رسید همه راه ها را بستند، یعنی که راهایی که در چی بنا راه ها را بستند، یعنی
خب دیگر کارهایی که در منطقه ها می شود به همین شکل، به هر شکل گوناگون ادامه دارد. البته در قضیه دچه رحمانов، در قضیه دچه رستم، در قضیه استراحتگاهاش، یعنی معلومات زیاد الحمدلله با هر شکل و با هر گونه به اصلاح رسیده ایستاده است که این خودش دلالت بر ارتباط عمیق مردم یعنی با ما هست. الحمدلله ما کارمون با هر شکلی که می شود و امکان دارد ادامه داده ایستادیم تا اینکه بتوانیم وضعیت و حالتی که در کشور است برای ملت و مردم بازگو نماییم. و فعلا تا برنامه 353 یعنی که 353 بعد روز شنبه نشرش میکردم، یک حالت شد دیگه نتونستم نشرش کرده، یعنی که تا 353 است. البته نامه های علاهیده گوناگون 3-4 دانه دیگه هست که اونها هم نشر میشود، ولی دیگه نامه جدیدی که یک تا دو تا سه تا نامه راست دیگه ممکن تا 354 هم تکمیل شود، ولی دیگر نامه های مفصلی که از وضعیت باشد یعنی که برای اصلاح، ولی خبرهای کوتاه یعنی که فلان شد چنین شد رسیده ایستاد از هر دقیقه، ولی اینکه نامه های مفصل باشد یعنی که دیگر نرسیده است. و اگر شما هم نامه داشته باشید از وضعیت و حالتی که در کشور است، پس به اصلاح نویسید تا اینکه ما هم روی آنها انشاءالله با هر شکل و با هر نمودی که امکان دارد روی آنها انشاءالله که ما کار کنیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، تا اینجا رسیدیم به نهایت بخش و قسمت اولی برنامه منبر مهاجر که عبارت از صحبت های ما بود و در قضیه های سیاسی جهان همین را بار دیگر براتون میگم. بچه های تاجیک، برادرای گرامی، آنچه که فعلا جنگ هایی که گذشته ایستاده است همه اینها سیاست است. شما خودتون یعنی به شکل های مشغول آن چیزی که مربوط به آینده خودت، زن و فرزندت، وطنت مربوط باشه. هر چیزی که مربوط به غیری یعنی وطن ما هست اون امکانی آینده یعنی که با مشکلات های ما و شما را مواجه کردن است. ما خاطر کوشش کنید در قضیه های گوناگون شما یعنی وادار کنید خودتون تا اینکه مربوط به وطنتون، آنچه که مربوط به وطن است در همون مورد صحبت کنید، در همون مورد فکر کنید، در همون مورد تحلیل کنید. این برای ما و شما بهتر و خوبتر است. همین قدر کوتاه براتون میگم. آینده نزدیک آنچه که با ایران ارتباط جنگ و آنچه که ادامه داده ایستادن یعنی عروسی یعنی دولت های زیبا و دولت های عروس از نگاه زیباترین یعنی مثلا پریولیکاتیلنی یا اینکه جلب کننده کشورهای منطقه هست، یعنی با اغلب گمان ها ایران انشاءالله که می شود. منظور از یعنی که طبیعت زیبا، از داشتن فصل های 4 فصل سال و از داشتن یعنی زمینی نفت دار و حاصل خیز ایران امکان دارد که من دولت های منطقه چون یعنی که امارات و اونها یعنی که بر بگردن به امارات و دیگر برای کار کردن و برای اقتصاد امکانی یعنی که خیلی رشد کردن دولت ایران هم پس از این جنگ در نظر است که امکان چنین چیزها وجود دارد. و همه اینها باور کنید اون چیزایی که دیگه صورت میگیرد هم مربوط به سیاست است و سیاست شما میدونید که چگونه هست و همه این جنگ ها برای همون مسائل نفتی و اون از یعنی که 20-25% نفت دنیا که از هرمز و باقی موندهش از باب المندب میگذرد از نزدیکی یمن و همه اینها به خاطر بازانو شناندن دولت چین است و اینها تا جای یعنی که خودشون موفق فکر میکنن هستن در حالی که موفق بازم نشدن. ولی مهم چی است؟ مهم یعنی به شکل باید که از اقتدار یا اینکه اقتصاد دولت چین کاهش دهند. بر روسیه که اینها تاثیر ندارن چون البته تحریم های 20 اروپا هم در مورد روسیه اتخاذ گردید که در شامل آن دولت قرقیزستان هم شد و خاطر یعنی کمک کردن دولت روسیه زیر تحریم ها قرار گرفت. 2 بانکش و اینچنین چند تاجری یعنی قرقیز هم زیر شرکت هاشون منظورم یعنی که در سانکسیه
همون تحریم های شماره 20 اروپا قرار گرفت که چند روز قبل هم یعنی که اعمال گشت اون تحریم ها علیه یعنی روسیه، خاصتا در این تحریم ها در تحریم 19 تاجیکستان دو بانک تاجیکستان یعنی سه تا دوشنبه سیتی و یعنی سپیتامین بانک شامل چی گشت، شامل این یعنی یک بانک اقتصادی دیگه هم شامل تحریم ها گشت و این هم یک بانکی که رئیسش یک مالدوان است با فکرم اون هم شامل تحریم ها و دو بانک در قرقیزستان هم به خاطر ابخاد کردن همون تحریم های ضد روسیه که مواد هایی که از اروپا به قرقیزستان می رود از اونجا به روسیه برده می شود و اون هم زیر تحریم قرار گرفت که سبب منجر به رفتنی یعنی صادر جعفرов به کرملین شد و این هم دلالت باز هم به همون ادامه تحریم ها میکند. و البته قضیه دیگری که ما امروز ها رد و بدل می شود وارد شدن دولت اوکراین به یوراسیوز است. البته وارد نشده است ولی بعضی از کشورهای اروپا در مورد همچون شنونده عضوی اتحاد اروپا بودن اوکراینی ها هستند ولی چنانه که مرز در یک صحبتش بیان کرد که بتواند تنها سامع شنونده باشد و اشتراک کند ولی آواز نتید پراوا نگالوس نداشته باشد که اوکراینی های قبول نکردند. یعنی اینا همش دلالت بر همون وضعیت و حالت های میکنند که یعنی حالت های اقتدار و قوت نشان میتید. اقتدار و قوت نشان دادن یعنی که این همون سیاست است و همون یعنی که کارهایی که با منفعت های کشورها هست همونها هستند. پس روزهای نزدیک امیدواریم که این همه مصیبت ها تا جای با پایان میرسد و حتی تحریم ها از ایران هم برداشته می شوند تا جای چرا چون که این جنگ ها با منفعت کشورهایی که میخواهند خودشون خود نمایش بتیند در دنیا و سبب کاهش ارزش هاشون میشوند. به همون خاطر در اینها یعنی که مثلا امریکا در افغانستان بر علیه روسیه جنگ کرد ولی مستقیم نه غیر مستقیم با دست مردم افغان. امریکا در اوکراین بر ضد دولت روسیه جنگ کرد ولی نه مستقیم توسط دولت اوکراین. خوب دقت کنید. درست امریکا با چین جنگ کرد، در ایران زد بعضی کارها را ولی توسط گویا اینکه ایران زده است، در حالتی که یعنی که اون خطرهای مواجه و روبرو با چین است چون که زورش نمیرسد با چین زدن مشکلات یعنی که مشکلات بیشتر میشه و بیشتر منطقه را میتونه چین ضبط کند بگیرد با رای همین جنگ گفته. به همون خاطر به شکل تضعیف اقتصادی میخواهند برای کشور چین ایجاد کنند و اونم توسط ایران یعنی این کار صورت پذیر است. به همون خاطر در این قضیه ها بار دیگر میگم سیاست های کلان است و شما در اینجا مسئله ملی، مسئله دینی، مسئله نژادی، مسئله قومی وجود ندارد. یعنی این مسئله مسائل سیاسی است. شما باید در این قضیه خوب زیرکانه و محتاطانه عمل بکنید. چرا؟ چون این قضیه معلوم است یعنی که چگونه است. اگر جنگی یعنی که امریکا مسیحی است درست، پس برای چی اسرائیل هم پیمانی روسیه است ولی کلیسای قیامت اشنونه که یعنی که مسجد عمر ابن خطاب یا که مسجد قدس برای نمازخوانان بند کرد همچنین برای خریستیان ها هم یا مسیحی ها هم همونجا را منع کرد. یعنی اینو باور کنید همش از یک نگاه به شکل فکر میکنید که جنگ های دینی است ولی در اینجا تنها جنگ های منفعت ها و جنگ های سیاسی هستند که یعنی طرف کشیدن بعضی افراد تنها میمونه کلک مردشو اینو با میروند دست یک گرش میفشورن میگردن. شنیده که بچه مولا عبدالرحیم زید ایران گپ میزد، مولا عبدالرحیم میبرومد اخورات میکرد، حتی خود رحمان رو میبرومد یعنی مردم شیعه شیدستان گفته ایشان قیام دین اما با شیعه شدن کشتیمش گفته. خب دیگه کشتنش یعنی که ایشان قیام دینه ولی چی در نتیجه برومد باز هم ایران کشور برادر دوست هم خیر. یعنی میره سیاست میگن. به همون خاطر در قضیه های سیاسی یعنی که بیشتر کوشش کنید شما همچون شکل تماشاگر ببینید و تحلیل های داخلی خودتان بکنید و تنها همون یعنی که نظارتگر ببینید نه اینکه جانب یک طرف شدن یا اینکه کاری انجام دادن. من از آغاز با برادرها حتی بحث کرده بودم
و حتی شرط هم کرده بودند که شرط اگر چیزی خوب نیست، ولی من گفته بودم چند هزار شرط بود که اگر یکی گفتن که 3 روز پس یا 5 روز پس ایران تمام از بین می رود، گفته بودم که من یعنی که 1 ماه نمیکنم شرط قطعی خودت، من حتی 6 ماه مهلت میتیم که اگر در 6 ماه یگان کورشید من ترام قبولت میتیم. یعنی در آغازی در یعنی که چی بود قبل از جنگ 12 روزه، حتی بود قبل از جنگ 12 روزه گفته بودم جنگ میشود چه میشود نمیشود، ولی گپ درباره ایران دولت است که نظام دارد و نظام بازی نظام مبارزه بردن که مثلا رحمانوف نظام نداره، رحمانوف رژیم است، با از بین رفتن رحمانوف دولت تمام، ولی یک جایی که نظام هست اون با نظام جنگ کردن یعنی که خیلی وضعیتی گوناگون دیگر را طلب میکند. به همون خاطر یعنی من از همون آغاز گفته بودم، یعنی برادرایی که هستن شاهدن که یعنی یگان مشکل پیش نمی آید و این وضعیت به همین شکل جنگ می شود، مردم می برند ولی باز هم خاموش می شود، آرام می شود، تیز می شود، ولی آینده درخشان ایران بعد از این جنگ انتظار است. اگر این جنگ نمیشد برای ایران بی‌ضبط‌تر بود و این جنگ آینده شکوفا بودنی کشور ایران بیشتر کرد. مثلا در مدت از سال 79 تا به حال اگر شکوفاییش فقط در داخل خودش بود یعنی برای خارج شکوفا نبود، ولی پس از این جنگ شکوفا بودنش برای منطقه و دیگر صحبت‌هاش، دیگر کارهاش، تجارت، اقتصاد، یعنی که تمام چیزش کاملا فرق کننده است. برای چی؟ به خاطر اینکه خب دیگر سیاست‌های معینی که هست اونها پیش می‌روند و به شکل‌های وضعیت یعنی که به همین ادامه پیدا می‌کنه. به خاطر طرف کشیدن، از یک طرف گپ زدن عمومی باید صحبت کردن در کار. همه صحبت‌های ما باید در قضیه کشورهای دیگر عمومی باشد، یک دیدگاه نظر بدون اینکه در آن یعنی که با شدت و با این صحبت کردن نباید ما یعنی که تحلیل های منصفانه داشته باشیم در قضیه. و همین براتون میگم که آینده یعنی نیک ما برای اون کشور ایران میبینیم در منطقه. چرا؟ چون که خوب دیگر این جنگ ها ادامه پیدا کردن، تمام میشوند، حتما جنگ آغاز و نهایت دارد و تجارت است که باید که باقی بمانه و برای تجارت امکان ندارن که بیشتر یعنی که در این قضیه کارها صورت بگیرد. پس فهمیدن لازم است این قضیه را تنها وعی سیاسی و اینکه آگاهانه باید باشد. من ملا را میدونم، من خودم ملا دولت گرفت دیگه ایو گرفتنش چیزی آسان نیست، دارای نظام با نظام باشد و اون نظام یعنی که یک چیزی معین است. به همون خاطر که دست طالبا دولت بگیرن نمیتوننش گرفته. به همون خاطر یک قضیه یعنی که وقتی که در هر نظام یعنی ایدئولوژی داخل شد و داخل ایدئولوژی نظام داخل شد و این دیگر دیگرش تقویت کردن میگیرن. به همون خاطر مبارزه بردن با دولت ایدئولوژی و نظام داشتن یعنی این بسیار سخت و مشکل است. رحمانوف نه نظام دارد نه ایدئولوژی دارد، ایدئولوژیش مریم گرسوخته، ایدئولوژیش یعنی که چی نام داره، عزیزمای گازت خانک، تخمینه کلیوپاترا، رستم نرکمن، نظام و ایدئولوژی دولت همش همینا هستند دیگه، یگان چیز دیگه ندارن اینا. همون خاطر ما وقتی که مبارزه، من اگر مخالف همین دولتی یعنی که ایران میبودم باید یکم ترک فکر میکردم که من بازی چیکار کرده ایستم، یعنی من به شکل کاری انجام داده ایستم که یعنی کاری آسان و بازی نیست و این هم یعنی که با این وضعیت و با این حالتی که وجود دارد، پس یعنی که آدم باید واقع بین باشد، واقع بین در وضعیت و حالتی که ما و شما برای تاجیکستان قرار داریم. نظام دولت تاجیکستان یک نظام خودکامه‌ای که با همین پای رحمانوف شکستن نظام پر از بین می رود. ولی من نمیگم که رحمانوف سرنگون شود یا بمب برد یا جانش پدنالت گوز بره برای چی گپ می شود. یعنی همه چیز در دست یک آدم است و فروپاشی یک آدم یعنی که زوال قدرت و زوال یعنی که رژیم می شود. همون خاطر بعضی از کارها، بعضی از واقعیت های هست که ملت و مردم باید در آنها یعنی که خوب بدانند و خوب بفهمند یعنی که ما چگونه کارهای را باید که انشاءالله در این قضیه ها انجام میدیم. خب بعضی برادران در اینجا سوال کردن مثل سوریه که ما حمله کنیم. ما حمله من انشاءالله که باید که در داخل مثل اول
احمد شهر پایگاه داشته باشیم. وقتی در داخل ما پایگاه داشته باشیم بعد رنگ همونو کاری انجام داده میتونیم و برای ساختن پایگاه انشاءالله که کارمون انجام داده هستیم. خدا کند که بتونیم به خاطر پایگاه ساختن در داخل کشور ما همین کار انجام بدیم، ها او در هر منطقه باشد انشاءالله که این آینده و یعنی که ضرر رژیم تمام خواهد شد و به منفعت ملت. خیلی که سلطان محمود اجازت نمیداد در داخل دولت خودش تجمع سلجوقی ها را، سلجوقی هم ترکمنایی که از همه مر و از همه جا بودن، همین ترکمنای خودمونن دولت سلجوقی که راست کردن قبل از دولت عثمانی ها یا همین ترکای خودمونن. یعنی خب عثمانی هم ترکای خودمونن یا ترکای ترکیه نیستن که همین ترکای همیجا رفتگین همش. اینا بعد نموندشون که یعنی یگان وقت نمیموندشون که تجمع کنن همین سلطان محمود. ولی وقتی که دولت شو کار کردن انجام دادن بچه‌ش اومدن پرسیدن که سلجوقی ها میخوان که مثلا دولت منطقه داشته باشن، دولت نه یا منطقه را یعنی که در همونجا خانه راست کنن و یورتاشون بزنن. یک گفت بکنن چی کار میکنن؟ او فکری سلطان محمود پدرش واره نکرد. بعد از اون اومدن کردن تجمع شدن، خاطر شکست دادن، هم مرا دولت گرفتن. یعنی این است آینده تجمع افراد و تجمع یعنی که در یک پایگاه زمینی داشتن از پایگاه های ویرتوالی داشتن، یعنی که 1000 بار معنی دار و 1000 بار با منفعت آینده یعنی که انشاءالله این دولت این ملت حتما انشاءالله که خواهد بود. خوب چندین وضعیت های دیگر است انشاءالله که امیدواریم در آینده برنامه یکی در هر جاهای مختلف حتما انشاءالله که براتون بیان میکنیم. و در قضیه برادرانی که ما الحمدلله از 75 35 55 35 هزارش الحمدلله که تموم شد و 75 هزارش مونده است و از 55 هزارش 40 هزار دیگه مونده است، یعنی که از این 15 هزار کم شد و فعلا مونده است 75 هزار، یعنی که 75 هزار کاملا مونده است و یعنی که از این 55 هزار 15 هزار مینوس شد. خوب بیننده عزیز و گرامی، برادرانی که امکانی همکاری کردن این چیزی هستن که برای مهمرد یعنی که برای ملازم هستن این معاش های مهمرد ما و همین عدد یعنی که باقی موندگی است. خدا برکت یا بعضی برادرها که کار خودشون الحمدلله که انجام دادن. خوب در مسئله 25 هزاره یعنی که یک نفر دیگر پیلوس شد و شد 15 برادران امریکا بود. خداوند برکتش بده. یک نفر دیگر یعنی که قرش شد و عددی برادراش شد رسید به 15 نفر. خب برادرانی که از 50 هزاره حالا هم به همون عددی 22 قرار است، یعنی که کار در عدد تغییر نخورده است. امیدواریم که انشاءالله برادرانی که میخواهید سهم خودتون در توسط پیپال بگذارید، مثلا حالا فعلا ما باید 900 یورو دیگه باقی مونده است در پیپال تا اینکه توسط پیپال ما پرداخت کنیم. 900 یورو توسط پیپال باقی مونده است، 75 و یعنی که 35 دیگر در اینجا باقی مونده است. خب دیگر این همین است آنچه که برای ما باقی مونده است در مبلغ های میسپردگین و عدد افراد 50 هزاره یا 2500 یورو 22 نفر و افرادی که 250 یورو بودن با 15 نفر رسید. یعنی فعلا عدد به همین است. امیدواریم که انشالله در همراهی کردن کمک کردن انشالله که سهم خودتون میگذارید. برادرانی که در پیپال امکانی انجام دادن کار داره در هر کشوری هستید، دیدید که شما خودتون میدونید که پیپال هیچ مشکلی براتون ندارد، یعنی سهم خودتون بگذارید. ما باید تا روز 30 900 یورو توسط این پیپال پرداخت گردد. یعنی ما فعلا 1200 بود و 300 دیگهش داده شد و فعلا 900 دیگهش موندگی تا اینکه توسط همین برنامه یعنی که پیپالی ما باید پرداخت نماییم. امیدوارم که انشالله برادران و خواهران قضیه همراه بودن با اصلاح انشالله که کوتاهی نخواهند کرد. خوب بله، خوب امیدوارم که انشالله در گذاشتن لایکاتونم لایک های خودتون میگذارید و فعلا لایک های بینندگان رسید به 231 نفر،
لایکاتون رو بگذارید و 60 نفر امروز هم در اصلاح پادپیساتسیا کردن. ماشاءالله 61 نفر به اصلاح پادپیساتسیا کرده است. یعنی همون یک چیز در اصلاح شده بود که روز 21 اپریل تمام شده بود. یعنی دیگر انشاءالله که رو به بهبودی هست، اون چیزی که مربوط به یعنی که اصلاح هست و کانال هست. الحمدلله که دیگر هیچ مشکلی در کانال وجود ندارد. تنها و تنها همراه بودن و همراهی کردن برنامه ها از ناحیه ها، یعنی که 345 بود الله علم نشر شد و امیدواریم که انشاءالله روز دوشنبه برنامه مخصوصی برای اصلاح داریم. 9 سالگی اصلاح هست که روز 27 اپریل یعنی که 9 سالگی اصلاح هست. فردا یعنی امروز 26 فردا 25 27 یعنی که 9 سالگی اصلاح نشر میگردد و بعد از اون باز هم برنامه های دیگری که از یعنی که کارمندان ما آمادن امیدوارم که انشاءالله تقدیم تون میگردد. خوب خدا خواهد اونها را هم میبینه. خوب بله، فعلا وقتی صحبت کردن رسید. میتوانید که توسط واتساپ، توسط یعنی که خودی همون برنامه چی نام دارد، همین برنامه یوتیوبی که داخلش میشه استریمیارد صحبت میکنید. امیدوارم انشاءالله برادران و خواهران در نوشتن کامنت ها، یعنی که هر نفرتان فعلا در نوشتن کامنت ها 17 نفر فعال هستند. وقتی کامنت ها هر چقدر که کامنت و معلومات های دقیق برای ما بیشتر در کامنت ها نویسند، همون قدر یعنی که تحریکی بیشتر انشاءالله که میشوند، همون قدر دیدن مردم بیشتر میشود. همون خاطر در نوشتن کامنت های معنادار میدونم که کوتاهی نکنید. میتونید سوال هاتون رو بگید، میتونید نظرهاتون رو نویسید، میتونید اون چیزی که مربوط به مبارزه است پیشنهاد کنید. میدونم یک پیشنهاد شما توسط برنامه گپ زدن نمیتونید، ولی توسط یعنی که نوشتن کامنت امکان دارد که شما نویسید و ما هم اون ببینیم تا اینکه بخونیم، مردم هم از آن یک بهره ان شاء الله که بگیرد. خیلی خوب. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوملا انشاءالله امیدوارم که خوب هستی. سلامت باشید. سلام بر همه که برادرایی که در این لایف ویدیو که در پخش زنده اشتراک دارند، تماشابین و شنونده هستند. خواهش میکنم لایکات رو بگذارید که صفحه بینندگان ما زیاد شود. خب موضوع برنامه را گذاشت دوملا که برای چی مردم از وطن فرار دارند. فرار مردم تاجیک از وطن آوردن به یک حالت رسوندن. همین تاجیک، همین وطن نه، همین تاجیک به یک حالت آوردن رسوندن که باید تاجیک دیگه فرار کند. راه بازگشت نیست. چقدر نگاه که همین جنگ اوکراین، همین روسیه، چقدر سری مردم و از منیا چیزایی بگیم مردم برای جان شوشیدن میان همینجا به خدمت میروند، میدونن که جنگ شو میبرن. بعضی هاشند که همون قاچی کرده از وطن میخیزن میان همین روسیه را که خوف و چیه نگاه نکرده میخیزن میان. دیدی که چند زیاده 400 همین توتای 1000 نفر در همین خاک اوکراین کشته شدن. همین سببش هم از چی هست؟ همه روزی سخت، زندگی سخت، وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. مردم در وطن نفس آزاد کشیدن نمیتونن. از همون خاطر مردم فرار از وطن میکنن. رژیم رحمانوف هیچ وقت دوست نمیداره که در وطن مردم آرام و آسایشته زندگی کنن. برای رحمانوف در آرام و آسایشته و خوب زندگی کردن در وطن گویا تو ضد رحمانوف مبارزه برده ایستادی. تو باید از وطن بیرون شوی. پروفسورت زندانی میشود. یک دزد ایرهشب تو را از وزرا را وزیری کرده ایستاده. و اون خاطر رژیم رحمانوف نمیخواد که مردم در درون وطن باشن. باید مهاجر باشی، در اروپا باشی، در امریکا باشی،
همون خیلی میگم خودت میگم زبانت 3 متر بعد هم رژیم چفلوسی کنی بگردی. متاسفانه بچه‌ای هستن که همین کارا برای خودشون کسب کردن، وطن گشت رفتن نمیتونن، نه با همون چیشو با دوران از همین رژیم پشتیبانی میکنن. همین روز نه در یک مقاله هم خواندم در همین بورق گفتگی به داملو با هم موضوع برنامه خیلی تحقیقات میبود، نمیدونم فراموش کردم اسمی همو مجله چی بود. در همین بورق گپ زده بود نمیگذاره رحمانو نمیگذاره که توجیک دیگه در وطنش زندگی کنه، نمیگذاره. تروریست میزنن، اکستریمیسم میزنه، هم خوینی وطن فروش. این همین نمو در کدام دولت هم وجود دارند داملو. در کدام وطن که یک مخالف وقتی که خیز کمبودی حکمت گفت یک نارسایی را گفت او شیر خوین هایت وطن گفتی آت وطن فروشی. هر اصل بگردیم جشن بگردیم پورچه وطن رحمانو فروخت، پورچینی هو فروختش پلش جوشی پلش در کسای خودش رفت چه در پورچوی چی نزدیک کرد و دیده که با چین شهر آبودی خوب دارم. خوین وطن فروش خاک فروش رحمانو فای. ما حالی خاک وطن یک وجب شد نفروختیم. ما جوانایی هستیم که و والله قسم که وطن از تمام وجودم زیادتر دوست می‌داریم و رحمانو فا دشمنی وطن می‌دونیم که خاک وطن وکشته فروخته است. و هر حساب باید مردم هوشیار باشند، باید مردم همون خیلی که همین رحمانو خودش میگه همون هوشیاری ها که چی سیاسی را زیرکی سیاسی را میگه از دست نتیه همین را تونست ده همین میلاد همین ملتی گوسفندی را یافت داملو همون سیاستی زیرکی و شیطانی خودش استفاده بود. دونه مردم این یک 34 سال شد حکمت رانده ایستاده است. 34 سال در یگان تاریخ دیکتاتوری اما امپراتورای دنیا هم خیلی حکمرانی نکرده بودند داملو. اداره 34 سال در یک ملتی که شما خودتون میگیم و غیرت داره، شما غیرت نداره، شما یگان ننگ ناموس موندگی نیست، همه چیز و همه حقی چیزای آزادی را از پیش تو کشیدن گرفتن. هم یک گپ یافتن که همین تنج باشیم شید، همین جنگ نباشد. و خدای نمی خبر همین کپ کردن برای خودشو یک تنج آخی چخل تنج کی میگن یک پیش ملو میرفتی تیموری برای کار میگرفتی کو کم یکی میگفتی ملو تیمور رو داده است برای کار انا میلا کردن برای خودشو مردم یک گپی یا که نشونه و همین جنگ که نباشه شید تنجیم یا پدر و مادر در وطن تنج هم خباس نیست. برادر پدر و مادرم تنج بود، بابا ببین تنج بود، پیش از او تنج بود، آینده هم تنج میشه و این دولت های دنیا همه که دولت های دنیا 193 دولت در دنیا نه فقط این جنگ جنجال است، این جنگ است با کسب. ما هیچ کنه میخواد جنگ باشه در وطنش، مردم در بدر حریز پویز باشه. در باید ما یک حد اقل یک آزادی باشه در وطن خود که مردم آزادی هم سخنی خودشو گفته بتونن، هم حق حقوق خودشو گفته بتونن. سالدت کشتن میکشن میورن، همین سالدتی که تو داری با دستی خودش میخزه خدمت میکنه میکشنش. در وطنت کو امنیتت کنی امنیتی عسکرت یگان دولت جنگ نداری، نه طالب به دولتت هجوم داره، نه قرقیز هجوم داره، نه ازبک هجوم داره، نه قزاق هجوم داره، نه چینایی هجوم داره، هیچ که هجوم خود دوری خطا کشته ایستاده، خود دوری خطا کشته ایستاده. فرزند چه میکشی میاری در دست چه میگه فرزند اجازه نداری که شستشو کنی. این همیه ای رژیم رحمانوف در یگان حالت در کنار مردم نبود یگان کاری نبود که برای در کرد. در یگان همین سالایی که همین یک نفر بخیزه بگه که در فلان منطقه سیل شد، در فلان منطقه زمین لرزه شد، رحمانوف خیست همون جرب در کنار مردم ایستاد، همون روز فردا شرب در کنار مردم ایستاد. یک نفر بخیزه همجا سوال همیده در خیلی دمو بتیه در یگان جا نبود. در کجایی که سیل شد صاحب کارا را فرمیدن، کارخانه ها را فرمیدن و خدایی را هم دیدیم
خونه ساختن 10 تا 15 تا برای خونه برای اساتیدگان بستن. این هم رفت قیچی زد، این هم رفت قیچی زد. پدن علت همین میگوی که دانشگاه قیچی زنی را خونده باشد. میره و میزنه همه چی در نام رحمانوف. های بگه که با شرافتی جناب عالی این اینجا آبورچید مردم کمک شده. هم مردم پیشکی تیار میکنن، مردم به صورت مجبورن زیر فشار ها بگن که قدم نفوذی مبارکی کثیف ایر لعنتی اومد رسید، ما صاحب خونه شدیم. انا با هر حساب هم چیزا کردیم، همین وطن کردیم. چیزی که هست در وطن ما یگان کمک خارجی میشه، یگان دولت همسایه کمک میکنیم، همه با شرافت جناب عالی. این مردم به خدا نوش از سرچیه که یمو خطی مجله ها خط کشیدن این توجیه، اگر کذبه نوشه بگیره خدا بزنم دونلو. همه گب رحمانوف های، همه گب رحمانوف و اویله رحمانوف. متاسفانه دخترک رحمانوف هم نمیدونم، دخترکی در ساحه ما چیک میخوند تندرستی. دیروز هفته گذشته دکتری علم های چشینه پروفسوری را چی دادن، عنوانش دادن تیب تعجیب میمونده دونلو. چی اختیار کرد و چی تشکیل که برای مردم چی پیشکش کرد که او را پروفسور دادن. یعنی کارو را میبینی دیگه میمونی تعجیب. خمیره کتاب میخونی میای طرف یگان فکر میکنی میگوی یک همی بازی مو تو نیستن، بازی مو دورانده ایستادن. بازی رحمانوف امو قبولوی رفت، امو در بولوی امو داستگاهی بگیم امو شهمات که هر که جایی که بانمی شهماتی عادی میتونه که امو نقشه امو فرزه بازی کنه. رحمانوف دیگه هر چی خیلی میفوره مورد دیگه تومت دیگه مردم گپ نمیزنن، دیگه مردم همه خاموشی را انتخاب کردن. من خیلی گفتم جنگ نباشه، خاموشی باشه خوب است، این هم فایده میکنه میخوام. این هم بیشتر است برای ما. سخنی اول این درجه و دوران تازه دیگه استفاده میبرن برای سخنی خوبت، برای یگان سخنی که برای منفعت ملت گپ بزنی. تو باید تروریست میگم که وطن فروش خوین اعلام میشه دیگه، مجبور میشه که وطن بیرون میای. میگه بخاطر در وطن کمی که بیرون همی وطن میگن از همون خوب وطن چیش میگن دوملو. یکی از دوستای چیه ایمونه دوست داشتنی وطن دیگه با میاد غریبی هم سال یک نیم سال مسی با برای وطن زیق میشه دیگه. میگه بیاست همین خب کنم برام وقتی عقلم پا وطن ببینم تا نیستن دوملو. میگه با اون کام رحمانوف چونه با همه ملت بازی کرده تو نیست که همین ملت دیگه ما اون دست حیران که چیکار کنیم با این دیگه روحی گریز نداریم. هم خدا کنه که یگان خیلی با پروردگار خودش دونوتره این رژیم و این سیاست ها دیگه مجزدن البایی میروند دوملو. یا ما نمیدونیم که اخیرش خیلی انجام میشود. من انشاءالله باوری دارم که بعدی رحمانوف انجام میشود و روزی میشود که همین خیلی که مردم توجیک غریب مسافر شدن از وطن غریب مسافر میشود، رهریز پوریز میشود. خدا خواهد در همین غریبی میبره در همین غریبی به وطن میبره. همین خیلی که همین قمیلتی توجیک دور از وطن به وطن مرد، باید همین رحمانوف دردی به وطنی را بفهمه، باید مردش در همین یکان غریبی باشد، خاک وطن نبرنش. ما همین را آرزو دارم دانلو که حدی اقل همین 72 سالگیش انشاءالله که خدا خواهم میشود انشاءالله، یا که 73. سلامت باشی برادر. اما 73 باید بمبرایی دیگر روی دیگر ندارد انشاءالله که باید همین غریبی رو در جمعه ببره. باید بریم همجا سلامت باشی برادر. دیگر روی دیگر ندارم. به همون خاطر یه مردم هوشیار شه، دیر نشیده است. اگه دیر کو کم تشید با وقت دوملو کم تا دیر هیچ وقت دیر نمیشه و هیچ وقت دیر نیست. همه چیز به خواهش الله های. گوش صدامو میشنوی؟ صدامو میشنوی؟ نه صدا دما نمیشنم به هر حال. دیگه بعد نمیتونیم گپ زدن. سلامت باشی برادر. الله حفظت کنه. هیچ وقت برادرها دیر نشده است. الله او چیزی را میدونه و الله یعلم و انتم لا تعلمون. الله اون چیزی را که میدونه شما نمیدونید. به همون خاطر هیچ وقت دیر نشده است. خداوند اگر به شرط مردم سوری رسول 2013 14 اگر پیروز میکرد
وضعیت به این شکل نبود، ولی امروز پیروز کردن مردم سوریه دلالت بر حکمت‌های بلیغه الله است. به همون خاطر هیچ وقت فکر نکنید شما که دیر شده است. نه، هیچ وقت دیر نیست. همه وقت وقتش است. همه وقت وقتش است. بله برادر 7+70. سلام علیکم. برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. من آوازات نمیشنوم برادر محمد اقبال. یک گپ داریم کو برادر محمد اقبال، میگیم کو پل آدم مرد منه، پل آدم نامرد منه. ایمین نامرداش من امی رحمانو فدیدم. ای رحمانو ای ولدینای حروم نخوا و ای پل مالتو و ای چیزت با تو مردمه زن مرد برید از زندان رس کنی. ای نمایل نه در سر قدرت اومدی مردم والی ابتی دک مردم کور کنه. مردم هم در تاجیکستان در تا 80%. ای رحمانوف اوقی پدر رحمانوف با خدا قسم برادر محمد اقبال این میخواهی در فکر مردم نیستی دیوی بیزانتی 100%. دیگه نمیدونیش برادر محمد اقبال را چی بگوی. با خدا قسم برادر محمد اقبال گفتم دیگه پاسپورت منه 5 ساله میره میاد 10 سالت منه 5 سالت میزنه که برای راه رو یاد بگی بیا 10 سالت میزنه و سمیت برا آزی برادر محمد اقبال با راه یاد گرفتگیان که ای تناشید از میره ای بانک پل میگیری 1 ساله 2 ساله. با خدا قسم 1 سال ناشیده کو میایم به سرتا میان میدونن که پل نداری خونه و درتا میکشن میگیرن برادر محمد اقبال. والله قسم همین قطعه برادر شدم گفتم گفت که اینی خیلیه گفت. درسته همین برادر محمد اقبال دایره او میایه کو هم به همه جبارچورا میروه همون دایره را رس کنی به جبارچورا نمیروه برادر محمد اقبال. انمی رحمانوف خودش که حرمای گرچم همش برادر محمد اقبال حرم که گیای. ای رحمانوف اوقی پدر ای دعا منه که پروردگار حرم تولد شده حرم بم بری برای رحمانوف. درست. ای دیگه برادر محمد اقبال یا نمیدون چی بگوی با خدا. یگان چاپلوس درمد برادر محمد اقبال سایدینی تم کن. خلاص همونجا بس. همونجا باش. خب بله بیننده عزیز گرامی قبل از اینکه برادر محمد تقایف قبول کنیم بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. عدد لایکا با 255 نفر رسید و 85 نفر به شبکه اصلاح پادپیسیت کردن. در پادپیسیت کردن به شبکه اصلاح در نظرسنجی یک برادر می نویسد که برای داخل شدن سیلکه را در بالا گذاره. سیلکه در بالا گذاشتگی است. فقط مدیراتور میتونید که چی کنید برای کپی کردن گذارید اون سیلکه‌ای که در برنامه وارد میشوند. ان شاء الله که هیچ مشکلی نیست و در نظرسنجی 352 نفر اشتراک داره. چی مردم رو بیشتر مجبور میکند که تاجیکستان رو ترک کنند؟ بیکاری، فقر و ظلم رحمانوف. دیگرش فشار رژیم و نبود عدالت 35%. این 65% بیکاری، فقر و ظلم رحمانوف. 65% مردم در بالاگیش و فشار رژیم و نبود عدالت. یعنی که این 35% یعنی که چیکار کرده است آواز گرفته است. یکمش بیکاری، فقر و ظلم رحمانوف. هم بیکاری هم فقر و رحمانوف ظلم داره. دیگرش فشار رژیم و نبود عدالت 35%. رژیم فشار میاره و عدالت وجود ندارد. در نظرسنجی ها اشتراک کنید. نظرسنجی های شما یعنی که آینده و مؤسسات تحقیقاتی، مؤسساتی که با نظرسنجی های ملت و مردم همراهی میکنند ان شاء الله که حتما دیده میشوند همه اینها. خب یک برادر فوتبال تیوی
ایسر داخل شد. چرا تو نمیتونی صحبت کرده؟ اجازت نداده داخلت کرده نمیتونیم. اگر بخوام گپ زنیم تو گپ زده نمیتونی. خودت خارج شه، ایسر داخل شه، اجازت بدی همه را. خب بله برادر محمد تقویف، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است برادر؟ ما دوشید برادر. بله این موضوع ما درباره چرا مردم از تاجیکستان فرار میکنن. مردم آخر رحمانوف در طول 35 سال حتی یک زواد ساز نکرد. یکی همین دین رفت همون دنغره به یک کفترخانه باز کرد، جای تخم پروریه، تخم مرغ پروریه. در طول 35 سال همون دنغره به یک کارخانه باز کرد. امام علی شریف اوجی رحمانوف خب بالا بیگور رسیده است. با ناشرمیده میگن که فقط ما باید بر ضد تروریست و اکستریمیسم مبارزه کنیم. سبحان الله. کی اون تروریست کی اکستریمیست؟ من خودم در حیرتم باور کنید. ده ها هزار تاجیک اینو در پایگاه قرار دادگان. یک تاجیکستانی مایده اکبر. خطای 2 میلیارد اهالی دارد، 100 نفر وای ندارد، جنایتکار و قاتل ندارد. فهمیده؟ اینا با کدام عبور زندگی میکنن، با کدام سبحان الله ننگ و ناموس اینا حرف میزنن؟ من نمیدانم. اینا 4 مثل شعر ایجاد کردیم، چاپلوسای و طرفدارای رحمان و دیوانش نه. یک دخترک صورت گرفته بند دلش به مانده است، با همجا چی نویستگی بود؟ سبحان الله خانم اینجا نوری رحمان، نامی همون کتابی کلام نوری رحمان. رحمان و نور نداره آخی. اون نور در آدم باشه که میگیری شایجا رحمان و نور اکو برای سویت تایده مقصد نور رحمان که تاریکی باشه و گذاشتیم بری همون نور. ها بله درست. دختری تاجیک است. مغول ها امروز استفاده میبرن اینویا، همه تعریف میکنن با پیش میگن شوهراشون برادراشون در مرد کوریا در روسیه و در مهاجرت هم. فهمیده؟ امروز مغول ها امروز با 2 دختری تاجیک گم شدگی. فهمیده زمینه همین روز؟ بله 2 نفر باز نشر کردن. فردا نوبتی دختری که من نمیدونم. ما اکو ایجاد کردیم که این عاشق خر از همگان بالا شد، حافظ شد و قاضی شد و ملا شد، رودکی و جامی و ابوالقاسم وای از یاد همه رفت، مغول طلا شد. آنقدر بهترین های ما از یاد این ملت رفتن. یک مغول امروز در نظر این مردم طلا شده است، نه که طلاشون به خطای و به تمامی اجنبیان میفروشند. این مردم سبحان الله با پیش گفته داد وای کار گشتن. چی معنی دارد این گپ و کار شما؟ کدام با پیش برادراتون در مهاجرت عذاب میکشن، با پیش آن دولت رو میگوین که وای مردک بیگانی بعدی کار رود پیش زن و فرزند و پدر و مادرش از دیداری آنها سیر شود. تا که شما سبحان الله جاهل و نادان شدین. هر روز دختر گم شده است. گفتم که فردا نوبت دخترات هم بیاد، باور نکنین. من امروز برادر اسماعیل با 2 نفر نشر کرد که با 2 دختری تاجیک دخترها یاش گمان. این چه غملیت است؟ آده از امریکا و افریقا برای گپ زنی بزید اینا اولادت تگوره میکنن. دختری تاجیک در روزانه گم شود، هیچ کس پروا ندارد، هیچ نیوه پیدا شود. رحمانوف پاشم بالا بی گور رسیده. سبحان الله. همه که گپ زدیم گفتیم، نمیدونم چقدر گپی بد زنیم. با پا بالا بی گور رسیده است. سری دهن تروریست و اکستریمیست و سبحان الله گروه های تندره و همی گپا دیگه یکم گپ ندارن. کدام تروریست و اکستریمیست؟ شما مردم از وطن به وطن دارین و بیشتی روی زمین میگوین ناشرمیده. بهش یک تن بشود.
بهش حمال میشود که باید تو مردم به حلال خدمت کنید، دزدی و غارت و تجاوز و قتل و کشتار نکنید، بعد اون بهشت الله به میره وارد میشوید. امروز تو بهشت میگویی گرد و اطراف بچه تا بهشت کرده که یک نرکمند حرامه 200 متر اون طرف رفت مردم بو گرفته گیان ابوی مصور و چیزای شما. این مردم ما سبحان الله جاهل و نادان کردن اکو نارکوتیک دادای فرزنداشون از رمکه انسانی برآورده. باید این مردم بیدار شوند. ظلم و ستم اینا تمام میشه. همون کماندیرای بشار اسد امروز نشر کردن در فیسبوک و تیک تاک و همه جا. عاقبت شما انامین است. غمنیتی های رحمانوف عاقبت شما وای است. ظلم و ستم شما. بشار اسد گریخ رفت حاضی پوتین در باطلاق و دیگه است. فردا وای هم میبرم ویدیوی بشار اسد هم پیدا میشود. بازداشت کرده بردنش. محمد رحمانوف راهی گریز ندارن. فرار هم که کردن خطای اگر فرار کردن همون سی جین پین خودش به دار میآویزد. برای آنکه آدم جنایتکار، کروپسنر، قاتل، دزد و غارتگر هستند. ما امید داریم که بعد روسیه از شکست خوردن ملت ما قامتش راست می شود. برادرها در سرحد میگویند که برادر محمد تقایف همه گذشته رفتاست، تنها ملت تاجیک را عذاب میتن، پول میگیرن سبحان الله، تلفناشون رو میکاون. اگر رحمانوف کمتر مردیگری و ننگ و ناموس تاجیکی میداشتن هرگز این ملت نخیر نمیشد. بله. علامین ظلم و ستم بشار اسد شما چی دارید محمد رحمانوف؟ حتی همون دشت قبچاق با یگان عاقل نساخته که همه خرای قدره خطایی ها گیرن و پرورش کنن کشن خورن. بشار اسد نفت داشت، تمام چیز داشت، از بین رفت. شما چی داره؟ شما چی ندارید؟ شما مغرور و شما فخر 400 مغول و ملقیت اطرافتون نکنید. این مردم جانش در لبش آمدگی است. والله بالله تالله اونقدر فرزندای اونای برده بیگناه پسی پنجره رو داره شما که گویا که وای با ما صحبت کرده باشد. اگر شما زور باشه چرا نمیبرید آدمایی که گناهکار میکنید اینو جنایتکار بوده عقبت برید همه برید کشتید محکم کردید به خاطر یک رستم گونگک که سبحان الله دوشنبه از دنگره بدتر کرد. تمام جای مصور زیر کرده است، نه لیفت کار میکند، نه مردم زندگی دارن. این چه زندگی است؟ این چه سبحان الله با پیش است؟ من نمیدونم. 10,000 تاجیکی بیچاره در پایگاه قرار داده که فرزنداشون زنده سقیر کرده که شما فردا در نزد الله چی جواب میده؟ من نمیدونم دیگر چی گویم این مردک با عموما با امروز اون برادری وای برامدن عبدالسلام آدینه ساده خواهش کردن که دادا جان عطاالله تاجیکستان فریاد کن رود روزای اخیرش اونجا با یعنی سپری کند بعد یعنی عالم رو پدرود بیان گفته. سبحان الله. دادا جان عطاالله بیمار شدن خیلی دعا میکنیم الله مهربان شفای کامل کنه. الله شفاشون تیاد خداوند. ما در حقشان دعا گوییم ان شاء الله رحمان. نه که این گپی آدینه زاده خطا است سبحان الله. و رحمانوف آن کس نبخشیده است. رحمانوف اگر وای کمتر مادرش احترام میداشت یعقوب سلیمه دست پاش زنجیر میزد و سری قبر مادرش میبرد. من حرامزاده ها طعنه میزنن که تو چی به جنازه آچد نامدی؟ چرا یعقوب سلیمه در درون تاجیکستان بود جنازه مادرش نبردن شما؟ اگر من میرفتم منم نمیبردم جنازه مادرم. اینا بازداشت میکردم محکم میکردم. خدا لعنتتون کنه شما لا. آنقدر غمنیتی و آنقدر قاتل داشت. چرا مادر یعقوب سلیمه مرد اون کسا دستاشون یعنی زاولانه زده سری قبر نبردن؟ اگر شما دلتون با این ملت میسوخت، اگر شما مادر میداشتتون دلتون با مادر تاجیک میسوخت چرا نبردتون یعقوب سلیمه و اون رو طعنه میزنتون که تو چرا در جنازه آچت اشتراک نکردی؟
امروز صدها جوان تاجیک هزارها در روسیه قرار دارن پدر و مادرشان مردن همسایه های خشتبار و برادرشان اپی خارشان گل کردن اونا هم رفتن نتونستن اونا مشکلی داشتن امروز شما حرامیات تعلم میزنیدون که این تو بود اون شد چرا همین پرخوکی رحمانوف برادرش رفتن گرتن آمد اوکراینه باید تاجیکستان بگر کنند این خیلی باشه شما فکر جنایتکاری خودتون و پسنگری خودتون نمیکنید فقط یک آدم گابی آمود تنها زنم تمام انسان هایی که جناب عالی گفته آبی داناشون میچک کرد نه موردی مادرشون اشتراک کرد نه موردی پدرشون با نه که ما انشاءالله رحمان امید دارم این راه که ما انتخاب کردیم انشاءالله در آخرت حتما با مادر ما وام خوریم به امر پروردگار این رو من باوری کامل دارم انشاءالله دیگر ما این مردم رو نمیدونم چه فهمانه مکا باید ما خلاص شویم این توده اوباش بس است برادرها در بدر خاک بسری هر روز دختری تاجیک مشداست فردا نوبت دختر شما میرسد اینها کیان یک توده اوباش که کسی معقول شود میدوزدن تجاوز میکنن میبرن سر میتن یا میکشن میپرتن اون سگ امنیتی که من گپ زد من میگم که آخه هر روز دختر دزدن هر روز برادر کشتن در ارمیا میگه کنی فقط دلیل او ویدیوهای رادیو آزادی و یا نشر میکنه نه چون دروغ میگفتن فرزندای اونو نمرده بودین زنچید تو کدوم درجه رحمان و پشیبانی میکنه این ظالمای بدبختا نه که من خوشرو فهمونده باشه گفتم که انشاءالله آزاد میکنیم کنی آچتو زن تلوچ کرد آنها سطر و هجام بشن میگردن آزاد همین بود هموطنان عزیز درست است ما اقبال در امان الله باشید امید داریم که ما از این توده اوباش رها میابیم انشاءالله بارک الله برادر محمد مرا برارید السلام علیکم السلام و رحمت الله بیننده عزیز گرامی قبل از اینکه برادران دیگر قبول کنید در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید 277 و 94 کس به شبکه اصلاح پادپیسیاسیا کردن انشاءالله که اگر به همین شکل بروه انشاءالله با 227,000 خداخواه میرسیم در گذاشتن لایکاتون کوتاه 228,000 میرسیم خداخواه گذاشتن لایکاتون و پادپیسیاسیا کردن به شبکه اصلاح و تلگرام اصلاح انشاءالله که کوتاهی نکنید در نظر سنجی اشتراک کنید و همه اینها به منفعت این ملت و مردم انشاءالله که تمام میشوند خوب فردوس سلام علیکم بله علیکم و علیکم استاد خوبی سلامت خوبه تشکر خوبی چه موضوعی حساس مونده که برامت کنیم گابزه ملت چرا فرار میکنه چرا تو فرار کرده اسرائیل رفته چرا من فرار کردم اومدم چرا محمد تقایف در خارج وطن چرا مردمی به عقل بدانش در بیرون تاجیکستان سوال ما همیه بله ننگ ناموس جواب یعنی پس آدمایی که بیرون برآمدن ننگ ناموس کردن که در او ظلم و در او غلامی زندگی نمیکنن یعنی چه خیلی ننگ در او ظلم در او غلامی و در او فقر همیستو ننگ کردگی برآمدگن تو که چون نبیابن این کاری آسان نیست ای در گفتی گپا دل گرده و دل جگر در کورای نه که проблема و مثال دشواری ها داره برای که اکثریت آدم‌ها ایموشنال نپریویازنی هستند وابستگی هستند دل داده که هستند مثال پدر مادر زن فرزند عقیبشون گفتی گپا زادگاه هموندگی اومدگی هستند با مثال گشته و برگشته مجبور میشوند کردن کج همون رژیمی که گفتی گپا ظلمشون میکنه و میگردن میرن نه که اویش که عبور کردگی چون نیفتگی هستند اما مثال اگر یک اتحادیه شوند برای که این عبوری کردگی این نرخ داره خونبها داره مثل آزاد شدن از دل وابستگی و از مثال وابستگی پدر و مادر مهر وطن زن فرزند این چیزا گفتی گپا مثال کدومی باید نرخ شبته و ادرسش همون رحمان خطی اویله شد برای که وطن فقط برای همون اویله و اونایی که مثال دستگیری میکنن همون رژیمی همی اویلرم
ننگ ناموس برادر چی مونده دیگه آقایش که گوشی گپا پای دست میشون گوشی گپا پروپاگاندا را دستگیری میکنن خشخشگویک میکنن вош эмоционально привязаниян оли таре бигем пухта шидаги нестанд доран нанг номусу и таре бигӯи ки объективно кушода равшан нигоҳ кунанд мисол чона ба даст бигиранд буброянд биёянд и тарира оли гуфти гапо пухта шидаги масалан инами асадуллои алио инами исфандиёр ҳамиё нанг номус надоранд дар чоплуси гуфти гапо тарк кардагӣ мондагианд чоплус воре фақат хоки гарм мегиранд мешапанд дар чилаи тобистон ё ирода надоранд ё шукуранд ё бистяга фухтагианд так качон гап мезани чона мусулмон метрошанд кариноя неки гуфти ҳусен ашуров зубунай тари ду направление мегиранд ишау дигари пачака вокатиш тари мегиранд тари агане аму ҳаромӣ чӣ фоида намебинад чӣ фоида мебинад аму тобо як касал гуфтам гу бародар инами и фикри шахсии май таҷрибаи ҳаёти хидмам мегӯм ва ба назарам ки хатоам намекунам нанг номус карда баромадагианд одамо инамиай сабаби аслиш боша ягон иловагӣ марҳамат саломат бошед дурустай ҳами хелаё оное ки биромадан аз нигоҳи яъне ки нанг номуси таҳқир шудана надоштанд чоплус натонистанд шуда пас биромадан аз ватан дастигар шай мебини як кас ним кас ба гуфти гапо ҳами соҳиб доранд соҳиб дастум шидагианд гуфти гапо ҳамо ақл саводу маҳорат тавоноида мисол маву туам дорем не ки мисол соҳиб ки надорем баъд дига нанг мешем нангакӣ мешем кезем миёем ана ҳисоб анами ама бори дига бо гуфтестам як акценти зур айда ҳами одамое ки нангакӣ шидагианд убур кардагианд ҳами чона озод шидагианд эмоциональный привязанность инамиҳо як эҳтиёҷ шаванд барое ки ин нархи убур кардагиро бояд касе бита ӯ кас кияй ба ҳама маълум ай нами ставка асосӣ нами бачаҳои ба нанг номус доранд ки нами ғайрат кардагӣ баромадагӣ дар дигар ҷо чона ёфтагианд тамом бале саломат бошӣ фирдавс саломат бошӣ хуб воқеан дурустай баъзе назарҳоро дида истодааст ки аз нигоҳи чоплус будан намехоҳанд мард мехоҳанд зиндагӣ кунанд ина фирдавс ҳамватани мо диромад ба ин шакл яъне ки тафсирш мекунад вазъият ба ҳамин шакл аст ба ҳамон хотир ҳама бояд ҳар чизе ки мо метавонем анҷом дода барои ободии ватанмон ба ҳар шакле ки ҳаст бояд мо кормона анҷом бидиҳем дар гузоштани лайкотон кӯтоҳӣ накунед 284 лайк ва 104 нафар ба шабакаи ислоҳ подписатсия карданд умедворем ки иншоаллоҳ боз ҳам кормона ба вазъият ба ҳолати пештара аз пештара беҳтар мекунем чунки мо дигар роҳе надошта будастем ҳамин мои сарсахти мо инами ватанмон инами раҳмонов мо роҳи тағйир хӯрдан надорем як кас дар мубориза медроя як кас меброя як кас бас мекуна як кас хаста мешавад мо ака дигар хасташавӣ надошта будастем пас мардуме ки хаста наметавона шуда хаста ҳам шояд фоидат надорад ту хаста шудам бугӯи раҳмонов намекушад мекушад ту хаста шудам бугӯи раҳмонов тай чиз намегам мегӯяд пас бояд корта анҷом будӣ ватан 665 ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ умедворам хуб ҳастед тинҷасти устод охирон суханак табгум ҳамҷа зури баъд гуфти устод хаста шай гуфт баъд намекушад раҳмонов одамои қатишан кайф сафо мекунад мекушаш дар кор шава хизматш кардан киштанша инами як гапи дигар бугум ҳамиҷа бародар ҳами ба худо қасам ку аки қарту накуна хоҳиш мекунам қарту накуна инами нисми ҳамие ки зиндоншон кардагианд ку медромадан гап мезадан мегуфтамшон ки устод бузургвор ту лесиданат фоида наумша намегирам хай ҳами нисмишон дар зиндонанд чоплуси раҳмонов буданд устод бибро ҳами вазъият ҳамтари хай аку дига чико кунем ҳамтари мардак тра ҳамтарид мекунанд не зиндон ана баъд мефаҳме конфискатсия ва ана баъд мефаҳме вазъиятш безеб ана дига зиндагиш безеб шуда ана дига охи ҳами раҳмонов ягона одамоеро ки чингирик мемона ҳамун чоплусоша ҳами ҳар чӣ қадаре ки лесиди ҳамон қа мегӯяд пастар билес
بدرب مرده گوری دیگه جا ما بلیس نه دیگه جای دختر ما بلیس انا همینطوری تحقیرت میکنه زندانتون میکنه بعدش باور که خوبشون میکنه رحمانو همین اما استاد گپی آخر گفتم که گپی آخرت گفتی که خسته شیم بر رحمان فلان میشه مقصد گپ که همین خدمت کردن جونشون مردم دادن اما کشتنشون زندانشون کردن همین است ما چیزا را دیدیم ما چیزا را کودک بودیم ما صاحب همون وطن ماییم دیدیم الحمدلله برای همیقه استاد گپت 100% ای که ما همین راه در رفتگیم رحمانوف بفوره نفوره ما همین راه در رفتیم نه مرا بفوره نفوره همین راه در رفتم تمام دیگه نمیکشی 8 پیش من پروا ندارم نمیکشی تو در راهی باطل نیستی تو در راهی غلط نیستی تو در راهی نیستی که زندگی دنیا تشخیله که سعید ابن جبیر طرف حجاج ابن یوسف ثقفی گفت که تو دنیای من فاسد میکنی یعنی دنیای من خراب میکنی من آخرت را خراب میکنم رحمانوف دنیای ما را خراب میکنه ما آخرت چه خراب میکنیم مشکل با اکا حجاج ابن یوسف ثقفی مسلمان بود حافظ قرآن بود معلم قرآن بود بازم اینکه ظالم بود مقصد با فتح سمرقند منطقه ما در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی گذشتگی است یعنی تعادم وقتی سعید ابن جبیر نمیخواست بکشش ولی خوب دیگه آوردنش اگه دیگه مقصد که استاد هدف گپی ما کی استاد همجا هدف گپ ما می کی صاحب وطن مایم کو گفتم اخی برای هم وطن جون کندیس ما یگم گپی چی نکردم شاید یا حالت میشه که ما یک دیگر فهمی نمیشود همینجا نمیتونیم یک دیگر فهمی گپ کی میزنیم دیگه گپ وقت کوتاه دیگه یک دیگر فهمی صاحب وطنیم ما دایره نمیگردیم ما شلو تو اخیرا ما گفتم کو مکشی 7 پشمون خمون یافتی ما در اختیار تمینم دبرو پژالوت در دولتی هستیم که همی جده چی میگنش همی کرمل در خدمت های تو در خدمت اید باید عروسکین دو برات اقرباتین تاکش تو دبرو پژالوت خب مثلا مبارزه در مگذاریم استاد برنامه را خیلی بهترین برنامه موندی البته که همش سبب همین اویله های همین اولادایی که فرار میکنه ما بسیار چیزا را دیدیم و این کار اخیر نداره ما او خودت اینجا گپ زده سیم این برنامه که از رفته سای ما یک جا میدونیم که کی را در خدمت کشتن از سزونی کانتوش از هر شدگی ایکو هم خینست پلانو بود چی سای سزونی کانتوش از هر شدگی مقصد که سزونی کانتوش خودت فهمیدی چی ای چی میگنش ابلاوا برای همیقه این سرداره این اخیر نداره و بعد همجا برادر محمد تقوی یک چیزی خوب گو وقتی که هم چیزای خوب بگه خوب میگم چیزای ناچی بگه خیلی میگیم خوب شد گفت که چی باید خوب سلیم وفا چی نکرد این نبرده سر قبر مادرش جنازه ده گور کنه من با هم حالت نرم نه 100% راست گفت و ما در برابرش میگم که رحمانوف آدمای خیلی کیدت کدگی های باید دیگه میگم برای اینکه امی محمد تقای بفهمه حمیدوف شخصی که رحمانوف کمک کرد بازید عبدالملک عبدالجانوف دخوجند رحمانوف برید همو را بردن زندان کردن برای اینکه جنازه اوچه شید برگشت اومد قپید زندانش کرد در زندان چند روز پیش ابرامزنش چند ماه پیش ابرامزنش کشتش این ایران باید بفهمه حمیدوف جنازه اوچهش برگشت رفت اما آدمی که ولایت سوخت بود و در یعنی که عبدالملک عبدالجانوف خطی خوب دیگه اینا قدا بودن دشمن شدن خوب دیگه بعضی از کارو مهم که هر کسی که برای مردن اوچش پدرت مرد دمیجا بشی دعا که در حقش سجده که دعا که در دعا سجده که برای خدا دعا که خداوند فرزند صالحت کنه و پدر و مادر تا رحمت کنه رفتن سر قبر پدر و مادرت یعنی که این که تو در جنازه اشتراک کنی که عجب خوبه اینه که نتونی اشتراک کرده این دلالت نمیکنه که تو نخواستی نه این قدر اصحاب پیامبر در جنازه زن و پدر و مادرشون نبودن در نبرد در مجاهده و در مبارزه بودن او پس اونها چی شدن یک گپی دروغی یک گپی به معنی یگون معنی نداره یک گپی بهترین در گفت یعقوب سلیم فریاد نداد زور گفت آخر نمیتونه که من میگم کی بود اگر برای همین برادر محمد تقویف میگم که در همون جای بربر و دمو برای رحمانوف مردن همون رحمانوف خودش نرفت جنازه‌اش را زدگیش نیسته چی برای رحمانوف برای مثال خودش نرفت
آدمایی که صادق بودن نرفته هیچ نمو که در اویجا تانه میکنند او بسیار شتایی مدهانی رحمانوفیو. خب مقصد کوتاه کنیم استاد ببرم این چیزا همین ظلم به عدالتی تا وقتی که این رژیم هسته مثال اوج میگیره و خوب نمیشوه ولی در تنبالی که در همین دنیا حوضی نوتینجی های این رحمان باید یکم هلک نبوده. خب مثلا استاد همین چی را بگم کوتاه ببرم وقتی برادر رو نگیرم. مثلا همین سپیسکا استاد کمی ناراحت کننده راستی گپ ده همین برای کمک ها. مثلا اگر یاد داشته باشین سالی گذشته ده خدا دروغ نکنه 50 برنامه ده فقط برادرها را میگفته مردم هم میگفته التماس کمک کنین برای وطنتون شما صاحب وطنین خودتون به وطن چی نکنین. این حالا که همین سالیه برده بار که در هم برابر خودت گفتیم دیگه نمیگیم همین مردم باید بگویده کمتر استاد کم کم یادآوری کنی در هم اوج برنامه که مثال نمی گفتیم بارها گفتیم که برادران گرامی دستگیری به اصلاح فراموش نکنید. ما هدفمون مبارزه بردن است و مبارزه کردن بدون انشاءالله که در ماهای نزدیک امیدواریم که از خودکفا میشیم و ما برای این مسئله کارها و کوششامون انجام داده ایم دیگه نیاز به هیچ چیزی پیدا نمیکنیم خدا خواهد چون که از چیزای خودمون انشاءالله برای مبارزه انجام میدیم. ولی فعلا باور کنید برای این همجا پیپال موندگی این همجا برادرانی که در روسیه هستید در امریکا هستید در اروپا هستید هیچ مشکل در افریقا هستید هیچ مشکل وجود ندارد. همین دو برادر مصرف عمومی اصلاح در یک ماه 5000 یورو مثلا میتونن دو برادر بگن که ما میتونیم امیره در یک ماه برای تو یعنی که انجام بدیم تمام دیگه ما یگان کس نیاز نداریم ما حقوقش میگیره با برنامه علاوه‌ای دیگه ای که در ایپل هست مثلا شورتا میبروین هر روز 4-5 تا بسیاری از کارهای دیگر انجام میشود. برادرای باشن که بخواهن که بخش خبرگزاری قوی برگزار کنیم که حتی تمام خبرها را تحلیل ماورای خبر بکنیم ما آماده به این کارم هستیم تیمی کاری آماده هست فقط تنها اون چیزی که دستگیری شما نیاز داریم. ولی هم کاری برای رحمان فرادم میکنن یکی فکری یعنی مبارزه نیستن چیکار کنیم دیگه آخه. بله استاد همین را خواستم گفتم کم تا 1 مینوت وقت میدادی همین دا 1 بار میگفتیم چند قاینا گفتیم استاد ببرم همین سرشوی برنامه دا برادر بک صبور برام گفت که چیزی گفت که بعد خودت گفتی که دل شکسته نشین. ما با تمام برادرها میگم عموما دل شکسته نشین. مبارزه رفته سای با شدت رفته سای با تمام صنعتش همین کامیرا با همین خواسته که همین کمک قطعی همین کامیرا استاد قویل شدن در کرده همین خیلی همین با امروز پگا چی میشوه 05 میشوه نکی سپیسکایمون نیم نشیده هم خیلی قویل شدن در کرده. بعد برای هم برادرها دل شکسته نشین خواهشتون میکنیم همین یه بوری اقلام کمک کنین همون معین شدگی های میتونی زیاد کنن نمیتونین همون 500 تره که نمیتونی ایو کمش که نمیتونی اون همون 25 که همون هم که نتونین ایو دا کم هم بکنین مثال یکو مشکل نیسته ده ها راه دارم مثال چند بارا گفتیم همجا کی نمی چی داریم نمی نوش چی نمو به غذا پیپال باید چی دیگه بود کو و میفردادی اونمو راهایی که میفرتی کو اونمو مثال هست بالا راههای زیادی دیگر از هیچ مشکل وجود ندارد یگان مشکل وجود ندارد در قضیه فقط تنها انسان خودش. کمپیر خوجندی گفت که ما برای رحمان و حج رفتم حج ما یه بار مشکلاتم کردن من حج رفتم آمدم یعنی که دیم بارا من مبلغ جمع کردم گفتن که برای راه بوده در خوجند گفت ما برای اصلاح یاردم میکنم گفتم که خلا ماما جان کارتون برای گفت نه ما برای اصلاح کمکش از خوجند کرد اومد رسید کمکش از خوجند کرد راهش پیدا کنی کمپیر کشتگی در خونش یگان پرابلمش نشده است ای تاجیکستان میتونه کرده اگه شما در آسیا و در امریکا و در اروپا خب بخرید در تاجیکستان خونه یا همی بچه‌ای که هستند در فکر
یعنی که مبارزان هستن هر چقدر که رحمان رو میزنه پل مولشون میگیره همین قه یعنی که خرسان شدن در کره برای چی برای اینو بله دوملو نه دوملو نگاه کنید برادرو کامازون پر میکنه اینترنت پرش تو دوغستان رفت نمو یکم پروتیف نیستیم ماشاءالله یک خیلی کمی نخو که راه هر روز همی جواز میزنی دنیا همی یوتیوب اصلاح شدگیه نبینین و نشنوین مورا یا بار کمک ها نتونین هزارها کس همونجا زدین کامازون را پر میکنین روی میکنین میرین اوش میکنین تقسیم میکنین برای فوجیه شده و در تاجیکستان هر روز فوجیه ای ما گپ زده سیم ولی کمی دامو خدمت مرد کمی را درمو دیسکلوبو یا گرمای رحمانوف تجاوز کردن اینا کی فوجیه را کی جواب میگه هم خیلی برادرها خواهشتون میکنیم التجاتون میکنیم که شما باید همکاری کنین شما صاحب وطنین هیچ وقتا دور نکشین عقیب نشینین هیچ که شما را اجازت های حق نداده که عقیب بشینین و این مثال تماشا کنین چه کرکرونا برین و تو نکنی اون نکنه من نکنم یک از دیگه نکنه کی به عدالتی را میزنه چپا میکنه همه میدونه در تاجیکستان به عدالتی های درست یک کس باید بخیزه میگه یک سپیچکا در کوره یک کس باید بخیزه این به عدالتی سرجم کنه چپا کنه مرحمت این اصلاح همه تو پشیدگی های باید برای این به عدالتی اول کمک کردن در کار که یک کار شوه نکنی کمک نمیشوه مثلا ما نمیگیم برای چی پول لازمه یا برای همیجا استاد برامد اشیبکه کرد گفت که پول برای تلفن ساعت تلفن لازمه امنیتی ها ما تلفن فروش تلفن های تمام مردم کفتن برای پول فروش نه مو کره که کرده یگان تاش یگان کورنش است یگان تاش یگان کورنش همش نه کره یگان کورنش ایده که آخه تلفن فروش و راه د مردم تلفناش و ایرپورت و چپا شایی هم نو کفته سودن همو کره در آسیا هم انجام دادهسن یعنی اینا حوزی ترسشون فقط از اصلاح های واقعا هم سخت میترسن برای چی برای اینکه یعنی که کفتن تلفن برای چیه برای اصلاح کفته یعنی تو باید بفهمی که مبارزه بردار نچید فقط مبارزه رو برده ایستیم با هر راه شرمندگی اینها را اشکار کرده ایستیم پس الحمدلله بدون که در راه حقیم بله نه دوملو مقصد گپ اینه که دیگه ما نمیگیم چی لازمه اگه میدونیم امنیتی بکنن که برای چی لازمه پول گفتن پول لازمه مثلا همه میدونه همیجا اکثریت مردم ندونه مقامات 100% همش میدونه که خود دیگه تجارتکاری موفق بودی اگر که بفشی همینا حسابت کنیم کگ نیکگ خطا شوریما سون در کار نیست نه که برای مبارزه او پول خودت کمی میکنه آخی خودت زندگی داری یگان چیز در کار نیست الحمدلله من 100% یگان مشکل ندارم من از حساب خودم معمولا میگم برای مبارزه نه که لازمه خودم دادم برای مبارزه با الله شاهده از حساب خودم باید نگاه میکنم بگن آخه خیلی کاش هیچ چیزی خودمون رو ما برای خودتونه دم مبارزه باید بتیش تمام ولی باز هم مهم است که من گفتم که خودت یا مثال همین مردم بیسورش نمیدونه نه که حکومتی میدونه که خودت بفشی یک صاحب کار هستی سون کگ نیکگ برای خودت любом случае یافتن پرابلم نیست نه که برای مبارزه سرانو کم ایوخی اینجا باید مردم خچه حس کنه صاحب وطن خچه حس کنه مقصد بعد این کارو میشود دوملو اینجا باید اوج بگیره خیلی شده نگفتیم که یک کم تر قوشین خیلی دیگه هم میگیم دیگه مردم هم چپ رایتون استیسیم گفتیم الحمدلله خدا خواه بچه های زیاد از دیگر کشورها در تماس برمده هستند انشاءالله که رو به بهبودی است رو به خیر است رو به نیکی است این از یعنی که از نگاه اینه که یکون گپ هست کارمون انجام داده هستیم انشاءالله که خیر خوبی را این ملت حتما انشاءالله که ببینه هر کاری خدا کنه دعا کردیم دوملو دعا کردیم و مردم هم بفهمه کمترین کاری که میتونین شما دعای و کمترین کاری که میتونین کمک تونه کده میتونین این هم دو چیزای کمترین کار دو چیزای کمک و دعا
اینشو امکان نداره که دوملا نتونن کمک کده. این دروغه. امی باور که دوملا خودت کو همی خودت آدم علیم هستی، خودت یا مبارز هستی، خودت یا مثال سیاست مدار هستی، خودت هم طرفه هستی، میدونی امکان نداره که مبارزه چی نکنه، کمک کده نتونن. هر کسی که بخواه، هر کسی که بخواه در باور. بله خدا کنه بفهمه، زنده و سلامت باشه، موفق کنه و برای کار بته. آمین. سلامت شما. آمین. بارک الله. ولی واقعا هم برادران گرامی در مسئله آنچه که باید هر یک قدمی ما در فکرمان داریم، یعنی نیاز نیست که خودت برای کاری انجام بدی. کاری تو پنهانیه، کاری تو هیچ کس نمیفهمه. فقط تو باید بدونی که برای وطن من باید کاری انجام بدیم. کاری تو معلومات میتونی بدی. یگان چیز در کار نیست. معلومات تو میتونی دوده که ورکت از $1,000,000 برای ملت و مردم مبارزه ارزش داره. اصلا معلوماتی تو خودش پول، معلوماتی تو خودش مبارزه، تو دعوت میتونی کرده که صدها میلیون نمیتونه کاری را انجام داده. اینم بهترین کار است. تو هر یک مبارزه ده فقط پول در کار نیست، دعوت در کاره، معلومات در کاره، راه در کاره، مشورت های سودمند لازمه. هر چیزی که کمک میتونه کرده برای مبارزه باید هر یک قدم در فکرت باشه که من کار باید برای این وطنم، برای این ملتم، برای مبارزم، برای نجات زن و فرزندم، برای نجات پدر و مادرم انجام بدم. نگو من گرجنینم، نگو من بیزنس دارم، نگو من میلیون دارم، نگو من یا یگان معنی نداره، یا یگان چیز نمیشوند. اینو هیچ دستگیری تر نمیشوند. دستگیری تر ملت های حکومت آینده که تر در جای باشی دست بگیره و حمایت از تو بکنه. انا برای همون باید حوزی موت باید دیگه تو راه نسازی در تاجیکستان، تو بنگاه تیبی نسازی، تو یگان کار برای دولت نکنی، برای خود بکنی، فقط انداز تبوتی. تمام. نیاز نداره که تو دیگه باید وطن آباد کنی. رنگ بیچاره یعنی که چینم داره در گجا بود در دیواشتیش میروه ایراسیه بیچاره پاور در خونش میخواه که خدمت کنه، راه راست میکنه و یگان چیز نیست با مقاپنش طرفش میکنه که چیزای طریقه علمی رحمانوف حمایت و خدمت نمیخواه. رحمانوف فقط باید ظلم کنه، بزنه، بشکنه، بترسانه. این همیه وظیفه‌اش. به همون خاطر هیچ وقت در قضیه چی نکنه. یک برادر نوشته است فلانی در برنامه نداره. این ده عزیز گرامی، ما تهدید نکنه. همه کاری که میکنیم ما برای وطن است. در تاجیکستان بدینه، اتئیست، زردشت، شیعه، سنیه، یعنی که اسماعیلیه، تمام مردم است. من حقوق یگان کس نداره که کاری انجام بده که این است. یهودیه. پس چی؟ این معنی نداره که گفتی همه این جنگای دیده است والله سیاستن، به خدا قسم سیاستن. ما مسائل دینی را پوش نکنیم. اینجا همش سیاست است. سیاست. و همون خاطر منفعت، سیاست، منفعت. ما تمام مردم تاجیکستان را باید احترام داشته باشیم. همه مردم باید در یک وضعیت خوبی تعایش زندگی کنن. احمد شرعی که میبینید چقدر گفت گپا کی بوده جنگ کرد، اومد یکم فرمان برآوردگیش در یگان دولت عربی عید نوروز رسمی نیست. در سوریه عید نوروز رسمی استراحتیه. برای چی؟ به خاطر که کردها زندگی میکنن، یعنی که همین سیاست قبول کرد و همین کار انجام داد. این سیاست است برای منفعت دولت و مردم. همه کاری که یعنی آینده انجام میشود باید انجام بدی. یعنی سیاست ببینه پاکستان 3.5 میلیارد قرضدار بود به خاطر اینکه پاکستان در بعضی از کارا خورد داره. امارات در رو گفت که هم 3.5 میلیارد بدی. سعودی که خواست که به منفعتش پاکستان باشه یا ولی که درجه و گرفت 3.5 میلیارد قرض دادش گفت که برای قرض امارات بدی. امارات گفت ما قرض مداد. یعنی گفت داری خلاص ما قرضدارم نه. دیده سیاست. به همون خاطر در قضیه فلانی ندرایه همه مردم تاجیکستان صحبت کردن در منبر آزادن. او اتئیست، او بدینه، تحقیر نکنم. فردوس درآمد برای مسئله چی گپ زد؟ برای مسئله اون چیزی که مردم برای چه وطن میگریزن. اون گپش غلطه. نگاه نکه کی میگه، نگاه که چی میگه. این سیاستای یعنی احمقانه تون همه وقت مردم باید در طرف بگذارن. برای ما مردم ادکوات نیکی یعنی که دارای فهم و ذکاوت هستن نیاز داریم. ما با افرادی اگریسیو نیه که یگان نمود خیل گپ و منطق نمیتونن فهمیده. نیاز ندارم مبارزه و دولت ملت. مردم برای
با افراد هوشمند و عاقل نیاز داره که مردم از این وضعیت خلاص کنه. مردم رحمانوف از این دیدی نه، هر کسی مسلمان میکشش زندانیش میکنه، دستو پیش بر چاپلوسو خب نگه دارن، همه تمیتر یک گپ نمیزنید این مسئله. برای چی؟ برای اینکه میترسه یکی باید ببره بازید یک کسی دیگه هیچی چی نداره باید بره گپ زنی. به همون خاطر خواهش میکنین در قضیه ها دقت بتید. این مسئله نیست که یک کس نداره، هر کسی که میداره در برنامه اصلاح، برنامه منبر صحبت میکنه. ما به هیچ کس یعنی که دشمنی مخالفت نداریم. در قضیه ها یعنی هیچ کس نونگراد اعلان نکنی. ریگری بله. سلام علیکم. درود استاد گرامی، امیدوارم خوب هستین. هموطنان عزیز و مبارزان گرامی و همه شما تنسیتی و خانوادگی آرزومندم. برادران عزیز، انشاءالله پیروزی نزدیک است. و در اینجا برای چی میگیم برنامه دمونده که برای چی مردم دوران فرار میکنن از وطن؟ سببی فرار کردن همین هموطنای من که امروز خار گشته در هم در داخل هم در خارج کشور، همین حکومت اویلوی به نام امام علی رحمانی لعنت کرده الله است که ملت به وضعیت بد قرار داده. امروز این ملت فرار میکنن، دارن فرار میکنن از این وطن. ما باید متحد شویم، ما باید کار کنیم که این بدخواه لعنت کرده رو دشمن دین اسلام این لعنتی رو کار کنیم که یک طرفه کنیم. ملت باید متحد شود و سببی اینمی کشتارایی که در خدمت هم می شود سببش چیه؟ انمون جوان مردایی که عاقلند، هوشیارند، دانا هستند که از همه چی آگاه می شوند و میدانند که در داخل چی گپ است. همینایا با انمون خدمت ده چیکار میکنن؟ میزنن، کمپوش میکنن، میزنن، میکشن. با یک راه چیکار میکنن؟ نابودشون میکنن. این امام علی، تکتیک امام علی و تکتیک سگان شایکی، سگاش پس میتید، اما سگای وفادارش طرفداری از این میکنن. انشالله این سگایی که طرفداری از این میکنن همشون پیش این ملت با امر پروردگار پیروزی نزدیک است. با امر پروردگار من امیدوارم هستم از الله نزدیک است. انشالله پیش این مردم انشاءالله. برادر ریگری با همون اینترنتت پرابلم داره. برادر ریگری ما همون پرابلم داره. خوب دیگر قطع شد صدای برادر ریگری. درست میگه انشاءالله پیروزی نزدیک است. خدا کند که ما بتونیم برای ملت، وطن و مردمون کارهای را انجام بدیم انشاءالله. ولی انشاءالله هر چیزی که این ملت اگر با خواست، اراده و حول و اراده الله کار را تصمیم گرفت که انجام بدهد، انشاءالله که اون کار انجام بدهد. و برای انجام این کار زحمت کشیدن در کار، زحمت ما و شما مهم هست که چگونه زحمت میکشیم. به همون خاطر در قضیه ها یعنی که کوتاهی نکنید. کوتاهی کردن ما یعنی که دلالت بر خفا رفتن هر روزه ما. بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 320 لایک و 505 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. 67% برای بیکاری، فقر و ظلم رحمانوف سبب بیشتر مجبور شده است که از تاجیکستان ترک کنند و 33% مردم فشار رژیم و نبود عدالت در کشور. 33%. ولی 67% اهالی تاجیکستان با یعنی که بیکاری و فقر و ظلم وطن ترک کردگیان. شما میتونید برادرایی که مشکل دارید در یوتیوب وارد شدن توسط فیس یعنی که واتساپ اصلاح معلوم است، اینو میتونید که زنگ بزنید در یعنی که واتساپ یا در یعنی که واتساپ فقط تنها بتونید که زنگ بزنید و انشاءالله که ما صحبت های شما را بتونیم که خداخواه در برنامه صحبت کنیم. فعلا کسی در برنامه نیست.
منتظر وارد شدن برادران در برنامه ایم. برادران عزیز گرامی، باید ملت و مردم در قضیه های سیاسی عمومی البته آگاه باید باشید، باید بفهمید باید چی میگذرد، چون که سیاست است که حیات و وضعیت آینده ما شما را معین میکنه. اگر تو سیاست نفهمی تو با سیاست کاردار نمیشه، یعنی که سیاست با تو کاردار میشه. وقتی که سیاست با تو کاردار شد بعد دیگه امکان نداره که بگوی من نفهمیدم، من نمیدونم، من برای چی در جای تری میگی تری کرده. نه با سیاست کاردار نشدنی تو است. وقتی تو با سیاست کاردار شدی پس منظور میفهمی، یعنی که هدف اهمیت میتی، بازی های سیاسی را دقت میتی، اما خاطر دیگه فریب نمیخوری. وقتی فریب نخوردی دیگر علت و تمام اون وضعیت و حالتی که یعنی که در کشور میگذرد دیگر آگاهی، دیگر میتونی فهمیده، دیگر یعنی که قضیه برات کاملا یعنی که فهمو هست. همه ما و شما یک راهی برون بست از این وضعیت داره و اون هم اتحاد ما و شما در یعنی که چی است؟ در قضیه که مربوط به وطن ما و شما است، مربوط به یعنی که اون چیزی که ما و شما میتونیم به یکدیگر در بسیاری از کارها کار کنیم و اون کار کردن ما چی است؟ اتحاد ما در بسیاری از وضعیت ها و حالت ها. اتحاد کلمه مهم است، نه اینکه اتحاد شامل شدن به یگان حرکت و سازمان است. اگر که اون چیزی که انسان خودش خواهشی کار دارد او دیگه مسئله است، ولی هیچ کس مجبور به یگان راه و کار هیچ کس نمیتواند که شامل کنه. تنها و تنها ما چیکار میکنیم؟ باید که فکر داشته باشیم که چگونه با کدام راه در مورد وطن و در مورد دولتمون و در مورد آن چیزی که باید نجات وطن و ملتمون باشد انجام بدیم. من چند روز قبل بود والله علم شب شنبه بود، شبی که فردا شنبه بود، یعنی که یک کمی با بعضی از آیات های قرآن کریم اهمیت میدادم. واقعا در وقت خواندن باور کنید بسیار انسان در حالت های عجیب قرار میتید. قرآن کتاب الله است و این کتاب مملو از تمام حکمت و آن چیزی که برای یک انسان مسلمان میتوند یعنی معنا و مفهوم داشته باشد. واقعا خیلی مهم است. تنها اهل قرآن میتوند فهمیده که این کتاب چگونه حکمت های بلیغ الله برای ما بندگاش یعنی که فهمانده است. الله سبحانه و تعالی در یعنی سوره انعام، سوره انعام آیات های 45 46 بود والله اعلم، 44 45 44 45 یک دو آیتی خیلی بزرگی را برای بعضی از ما و شما یعنی که بیان کرده است، برای تمام امت اسلام ولی برای شامل حال بعضی از افراد میتواند باشد. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی در این آیات های متبرکه واقعا برای بعضی از افرادی که شامل حال اونها می شود میتواند حال اکثری از افرادی که الله برای اونها داده است بعضی از چیزها را خیلی وعده عجیب کرده است. میگه وقتی که فلما نسوا ما ذکروا، وقتی که آنچه را که به آنها یادرس شدیم دادیم فراموش کردند. وقتی ما دادیم تو برای شما نعمت گفتیم که این چیز است این است ولی فراموش کردن. ما درهای همه چیز برای همون مردم باز کردیم. این را ایتری نکنه. مثلا وقتی که اخطار میتید الله براتون این حلال است این حرام است این کار نکن، انا این کار غلط است، انا این کار بد است، انا این کار ریبا است، انا این کار پرسنت نگی، انا اینا نکن، انا این ضرر داره آینده برای شما. وقتی میبینه میلیون میتیه 1 میلیون و 200,000 میگیره میگه خدا هر چیز وقتی که دادیم گفتیم شو یادرس شو کردیم همین کارا نکه ولی اونها باز هم یعنی که ادامه دادن همون کارا. بعد بروشون تمام درها را باز کردیم
تا وقتی که با آنچه که برای اونها داده شد شاد کرد، خرسان شدن. یعنی که فرحوا بما اوتوا، هر چیزی که همین درهای آسمان و نعمت همه چیزا براشون دادیم، وقتی که همه چیزا براشون ما دادیم خرسان شدن که نگاه که قپل آمد، این بنیا را بی، این زندگی را بی، این بلدینگ را بی، این زدنی را بی، این ماشینای دکدنگ بی، شرکت را بی، شاد شدن، خرسان شدن با همون چیزایی که ما براشون وقتی گفتیم شو که همین کار را نکنه کردن، باز براشون درها را باز کردیم تا اینکه براشون تمام چیز داده شد. بعد از اینکه اونها شاد شدن ناگهان اونها را گرفتیم و اونها ناامید شدن. همه چیزی که دادیمشون بعد ناگهان یا سر میخیزه که رحمان رو پشتی درشه، یا سر میخیزه که همین عذابایی که از جانب الله هم وقتی که دادیمشو نفهمیدن، گفتیم نکنی همین کار را کردن، گفتیم که یعنی که این چیز ممنوعه، این کار طریق اینه به این شکل نه، بعد یا سر خیستن که همه چیز ازشون گرفتیم، بعد ناگهان یا را گرفتیم. واقعا این مسئله خیلی وزمینه. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. پس ریشه قومی که ظلم کردن بریده شد و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله رب العالمین یعنی هم به پروردگار عالمیان. واقعا یعنی که مسئله خیلی مسئله مهم است، خاصتا برای آنهایی که الله برای آنها داده است و دروازه تمام چیزا برای اونها باز مونده است، بدونه که این موقتیه، بدونه که نسوا ما ذکروا به فراموشی عادی نیست. این فراموشی عادی نیست که بگیم یک چیز فراموشی یا انسان یک چیز ناآگاهانه فراموش میکنه، ولی اینها از نتیل فراموش کردن، نسوا ما ذکروا به فراموش کردن. او چیزی که ما گفتیم شو که همین کارا نکنی. مبارزه دایوردم که کمک دستی مظلوم بگی، اما همین ها را کک بوته ندیدن، رنگ ویش که از زندانن در معرکش تگه گفتم تو میلیونری ای خدا بوتر در 1 سال 12,000 هر ماه 1000 سومی آوردم که در مبارزه محتاج نشوند، گفت ما را در طریق کارا تینود نکنی. خپیدنش الحمدلله رحمان رو کنش قپید، گفته گپا هم بچه‌هاش شبیدن گرفتن. الحمدلله گفتم با ایزونا میکشه با زنگ بزنه حضرت یگان کار نمیشه که گفتم یگانه رو هم قای که تو باید از این دوم برای بشینی، انم کار کرده میشه. برای چی؟ برای اینکه تو نسوا ما ذکروا به فراموش کردن. خداوند خودش توسط یعنی که بعضی از افراد آگاهت میکنه، ولی وقتی آگاه نمیشه انا میره نسوا ما ذکروا به فراموش کردن آنچه که بایدشون آوردیم. انا همین آیت است. خیلی دقت باید بکنه در وضعیت و حالت‌هایی که به سرتون میآید. یعنی که در حالتی که در وقتی که قطع رحمانوف بدن، در وقتی که پول داشتن خودشون کاملا درست میحسابیدن و دیگر راه بازگشت نداره، همه سکاتون رو میکشن میگیرن. یعنی که همین خیلی بعد خب دیگر بسیار این چیزی وزمین است. یعنی که آیات ها را الله سبحانه و تعالی به شکل میگه واقعا وقتی میداره به خدا قسم وجود انسانی میفهمید، دیگر لرزه میگیره وقتی که تفسیرها را در مورد این آیت خیلی زیاد نگاه کردم که تو نمازی بامداد شد. الله شاهد است. یعنی که فتحنا علیهم ابواب کل شیء، تمام درها را باز کردیم. نگاه که نسوا ما ذکروا به فراموش کردن اون چیزی که بهشون آوردیم، تمام درها را براشون باز کردیم. رستم خدمت کرد، آزاده خدمت کرد، نلاگ نسپاریدن، همه کار کردن، پولا را جمع کردن، یه روز اومدن زدن همش گرفتن. یعنی که هر نعمت را برای او فتحنا علیهم ابواب کل شیء، تمام نعمت براشون دادیم، همه چیزی که خواستن یعنی که براشون مهیا گشت. ثروت ناگهانی، امکانیت های سیاسی، نفوذ قدرت، تمام چیز براشون دادیم. خب فرحوا بما اوتوا، خرسان شدن که این چیز برای اونها داده شد. بعد از اون اخذناهم بغتة، یکی ناآگاه اونها را گرفتیم. یعنی مرده اگاره یکی اخذناهم بغتة، گرفتن خداوند تیر خدا صدا ندارد، وقتی که زد دوا ندارد دیگر. بعد در حالت چی شدن؟ در حالت مبلس قرار گرفتن، یعنی ناامیدی، در حالتی که اونها یعنی که راهی که امکان گریز از اون ندارن. یعنی در حالت تعجب که چه خیلی رستم من زد، چه خیلی من دستم گرفتن، یا قطعی من سوز بودن که یا تری شد. در حالتی انم زدن خداوند همیه اخذناهم بغتة، در حالتی که اون حالت ناامیدی بود، در حالت مبلس قرار گرفت. فقطع دابر القوم، پس بریدیم.
یعنی شکست دادیم، همون چیزی که دادیمشون دوباره از اونها زدیم گرفتیم. یعنی این معنی خیلی یعنی که وزمینه، یعنی فساد از معیار گذشت، عدالت از بین رفت، یعنی که بناها ساختند، یعنی که تمام چیزی دنیا را نعمت براشون داده شد، پیشرفت کردن. حالت استدراجی از تنزل به تقویت است. انا همین است، پول زیاد شد، همه چیز، ولی برکت نبود در آنها. همه چیز از آنها الله سبحانه و تعالی گرفت. وقتی که همه این حالت ها برای آنها آمد، یکی بغتتا ناآگاه از آنها گرفتیم، فاذا هم مبلسون. بعد فقطع دابر القوم، نابودی از رشش، یعنی که خداوند برداشتون. بعد میگه والحمدلله رب العالمین. یعنی یه آدم خدا بزنه، خدا چخیل ظالم با بنداش نیست که آخی، یعنی چخیل میگه آخی چخیل گفته ایسی بوده ایجا والحمدلله رب العالمین، خدا زدش الحمدلله رب العالمین، میگه خدا خودش گفته ایسی است. ایرا بعضی وقت میگه شما بسیار با گستاخانه جواب میگه، خداوند نگاه کنه میگه زدش خدا، گرفتشون بغتتا ناآگاه زد، گرفتش در حالت متحیر قرارش داد. بعد گفت الحمدلله رب العالمین. واقعا قرآن زیباترین کتابه. به خدا قسم هر چی میخونیش آیت میگه من دین خوندم، یکم بار در حیاتم خونده اسمش میگه. وقتی که تمرکز میکنی در اون آیت، با دقت میخونیش و حالت جامعه امروزه را میبینی. بعد زدن خدا میگه، بعد گرفتن، بعد همه چیز را اول همه دروازه را براش باز کرد، بعد یک ناگهان گرفتش، در حالت تعجب و تحیر قرارش داد. بعد در اخیر گفت الحمدلله رب العالمین، الحمدلله که خدا زدش، الحمدلله که خدا میگه خودش که ما زدمش، یعنی حمد پروردگار عالمیان را، یعنی زدیمش، تمام همه چیز را گرفتیمش. فخری رازی را دیدیم، ابن کثیر را دیدیم، یعنی که مفسرای دیگر در قضیه همین الحمدلله رب العالمین واقعا خیلی یک نقطه جالب آورد که یشفی صدور قوم مؤمنین، دلی میگن که دلم تر شید، یعنی دلم در همین آیت، در همین سخن خدا تر شید. اکنون که دلم بر وقت تر بده یا میدونستم شما، لیکن با وقتی که الله شهادت میدهد و مفسرای بزرگ اسلام دقیقاً با همون چیزی که شفای صدور مؤمنین است شرحش میدهد، واقعا کیف میکنی که الله حبابین چگونه زیبا بیان داشته است. الحمدلله رب العالمین. یعنی که ابن کثیر گفته است که اینا شما یگان چیزی غلط نفهمی، یعنی که نابودی ظالم عدالت، نابودی شخصی که ظلم کرد، نابودی از بین رفتن نعمتی که خدا براش داد، همه چیزش گرفت مبلس قرارش داد و فاخذناهم بغتة. این نابودی ظالم یا از بین رفتن نعمت ظالم یا از بین رفتن پلوی هم آدمی که جمع کرده بودش گرفته بودش، یعنی که این عدالت است. یعنی عدالت سببی ستایش، سببی ستوده شدن هست. الحمدلله رب. خدا زدش، یا آدم بگه که فلان آدم هم تریشته است، بعد بگرده بگه الحمدلله، میگه بچه چی گپه اخی تا الحمدلله گفته ایسه؟ انا الله میگه ای گپه که وقتی که من میگم که چقدر میزنم چیزاتون میگیرن، انا مربوط، اگر چند که من آیت خوندم ولی تدبر تعمق بیشتر نداشتم، ولی وقتی والله قسم رسیدم گفتم الحمدلله خداوند نگاه کرد. ناخودآگاه همین آیت هم میخوندم، همین آیت یعنی که بارها خوندیم رفتیم، ولی تمرکز کردن در عملهای انسان ها وقتی که نمیکنی، یعنی اونقدر اهمیت نداره برات، ولی وقتی تمرکز میکنی، دقت میتی، انا بعد میفهمی. میلیون بار گفتم وقتی قبیدنتون چقدر میزنم میگفتم، همه تون شنویدی، ولی نگاه کنی که الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ والحمدلله رب العالمین. یعنی نابودی ظالم منظور از او رحمانوف نیست، منظور از همینایی که منتبعه و کمک کننده رحمانو به هر شکلی هست، همونانی که خداوند براشون نعمت فتحنا علیهم ابواب کل شیء، تمام چیزا براشون شدیم تا اینکه نعمت براشون بیاید، ولی اونها را الله اومد بغتتا ناآگاه گرفت، در حالت مبلس تحیر قرار گرفتن که چوی تریشید، یعنی برای چی من نگرفتن همه چیزا؟ ما انا اینجا میگم الحمدلله رب العالمین. الحمدلله ما میگفتم که چقدر میزنن وقتی که چیزاتو نگرفتن در خدمت رحمانوف بوده، ما را نصیحت میکرده که نکنی تری نگی تری، انا همی است. یعنی که از بین رفتنی گرفتن چیزای افرادی که در خدمت رحمانوف قرار دارن، الحمدلله رب العالمین، همه در پروردگار عالمیان را که
خداوند همون چیزها را از اونها گرفت تا که اونها سببی یعنی عبرت برای افرادی که عبرت در آینده میتونند بگیرند باشه. بله این یگان جایی یعنی غلطی وجود ندارد، این یگان جایی نیست در اینجا که انسان بگه که چرا. پس امیدوارم که هر نفری که الله نعمتش داده است و در خدمت رمضان رحیم زاده در هر کشورهای گوناگون قرار داره و بفهمه که اخذ الله عزیز مقتدر است، یک نمود الله میزنه میگیره که در حالت مبلیس قرار میگیره، در حالت تحیر قرار میگیره و انا همون وقت چی میگیم؟ الحمدلله رب العالمین که ما تر خبرت کردیم که فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همه درها را برای شما باز کردیم ولی شما در حالت خدمت به ظالم بده، ولی شما در حالت ندیدن مظلوم قرار داشته. امروز شما در یک حالت قرار داره که هر یک مسلمان الحمدلله رب العالمین سخن الله ش میخوانه. این است یعنی اون چیزی که من در این برنامه همچون یعنی یک خاطر رسان برای آنانی که در خدمت ظالمان قرار دارند یعنی یک تذکر است. این سخنی من نیست. تو مسلمان باشی بخوان مرحمت سوره انعام آیات 45 تا اینکه بفهمی که الله آیا چنین گفته است، آیا الله چنین آیات در قرآن وجود دارد. بله پس هدف اساسی چی است؟ فهمیدنی مزیت و اون چیزی که الله برای انسان میتید و اون رزق است و اون گشوده شدن فتحنا علیهم ابواب کل شیء، تمام درها را برات وقتی باز کرد پس در حالتی یعنی همون مبلیس در حالتی اخذنا علیهم بغتتا قرار نگیری. وقتی که اخذی گرفتن الله که ناآگاهان میآید در اون حالت امکان ندارد که دیگر یک اون چیز را نجاتت بتیه. تنها چیزی که نجاتت داد همون کار خیر، همون کاری که خلق الله برای تو دعا میکنند، الله سبحانه و تعالی انجام عمل های کردگی ترا به خوبی قبول میکنه و ترا در جمله افرادی که او یا بیچاره مهاجر نداره نکرده است او میخواست بکنه ولی نیت داشت، خداوند او را نیتش کردگیش خطی می نویسه که همه آدم در راه الله همه قمیلیون صدقه کرد ولی او نداره بیچاره، ولی تو داری، ولی تو با مظلوما کمک نکردی، در قطار ظالم بودی، همراه ظالم قرار داشتی. وقتی زد الله گرفتش، وقتی که من گفتم چقدر میزنم اخذناهم بغتة یعنی که مرده گوره یک که میزنم میگیرش بعد الحمدلله رب العالمین سخن الله باید تکرار کنیم که خداوند زد از همونها گرفت. این دلالت بر چی میکنه؟ این دلالت بر این میکنه که وقتی قطع ظالم بودی پس بدون که خفت خوریه که الله در دنیا برای ظالم در نظر بشریت و خلق خدا داده است و در روز قیامت پس از این که اون چیزی که از تو گرفت با همون ظالم با به قطار همون ظالم محشور میشه. این است عدالت الهی و عدالت الهی تحقق پیدا میکند. امکان ندارد که عدالت الهی تحقق پیدا نکند. ما وظیفمون گفتن است، ما وظیفمون و ما علینا الا البلاغ المبین، ما یک رساننده آشکاریم که به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر رضای آن خالق، به خاطر رضای ملت و مردم، به خاطر آسودگی احوال این ملت کاری که باید انجام بدیم ان شاء الله که انجام میدیم. خدا کند که ان شاء الله این سخنها برای افرادی که امکان انجام کار دارند حالا در وقت داشتن اوج قدرتشون کار انجام دهند. به خدا قسم میلیون دارند، همین 0.0005 تا 0 بای ویرگول با 5 تا 0 دیگه یا یک شا اگر در راه مبارزه صرف کنند و هیچ کس هم نمیفهمه ولی مبارزه راهش انجام مییابد. تو نمیکنی لااقل من افرادی که میتونن کرده بکنن برادر مبارزه دستگیری کنه تو اینکه کار انجام بدین و اون در نزد الله جواب میگه اگر فریب کنه و دروغ بگه ولی مسئولیت از دل نیتی تو است که تو چی کار کردی، تو هیچ کار نکردی. چرا؟ چون که تو در خدمت ظالم بودی. و همون خاطر امروز باید برای فردا تو فکر کنی. وطن 01 با این کدام وطن باشه؟ بله و فیلمون برادر وطن است، میخواهد که در چی باشد؟ میکروفون گران نیست مهم. خب برادرانی که توسط بله وطن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر. خب برادر صحبت یک چیزی را گفتنیم که مقصد که خیلی دوست داریم
مشهور همی انقلاب میگه مردم بخیزه بخدا یا لایک نام مردم هیچ انتظار بله نیست انشاءالله هستنی. چیکار کنیم؟ ما دعوت میکنیم. حضرت نوح 950 سال دعوت کرد، ما امنو الا قلیلا، کم ترک آدم ایمان آوردن. بعد دست برداشت گفت دعای معروف حضرت نوح چیه؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا تلد الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. حضرت نوح ده حقشون دعا کرد. وقتی 950 سال دعوت کرد دید که کم مردم ایمان آوردن. و اما خاطر هدف ما، الله ما را برای مبارزه آفریده است تا اینکه ما به خاطر نجات و آزادی ملت کارمون انجام بدیم. اینکه مردم همه وقت پیامبران الهی در اطراف افراد زیاد نبودن، کم بودن، کم بغلا بودن، بے پلا بودن، مظلوما بودن، کل کور به سواد، همه افرادی که یعنی که اعتقاد داشتن به همون راه حق پیامبرای الهی که در هر دور زمان قبل از رسول اکرم بودن. ولی اونها الله سبحانه و تعالی همه وقت بل اکثرهم لا یفقهون بل اکثرهم لا یفهمون، یعنی که آیات های متعددی که در مورد لا یعقلون و لا یفهمون و لا یفقهون، یعنی که در قرآن چقدر آیات زیادی است که اونها نمیفهمن، عقل ندارن، یعنی که بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثرشون ایمان ندارن. هیچ وقت الله اکثریت نستوده است. اکثریت دلالت نمیکنه که اگر عدد زیاد باشه پس تو زوری، نه، هیچ وقت اینطوری نیست. الله سبحانه و تعالی اقلیتی که اونها میتونن کار کرده در قرآن ستوده است. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. بسا گروه های کم و کوچک هستند که گروه های زیاده به اذن و اراده الله پیروز میشوند بر علیه اونها. و همون خاطر هیچ وقت ما از این مسئله نه خسته ایم و نه دست برداریم از این راه. اگر گفت رسول اکرم افتا و در دست راست و محتا و در دست چپم بمونن، از این راه هم بر نمیگردم. چرا؟ چون که نه در راه باطلم، نه در راه ناحقم، نه مبارزم ناحق است، نه در راه هستم که دعوت به یگون چیزی کفر و ضلالت و گمراهی و بدبخت شوی کردم. فقط تنها دعوتم برای آزادی ملت و مردم است که این ملت و مردم برای نجات خود و عائله خودش قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان و اهل خانواده‌تان از آتش جهنم امروزه که بر سر این ملت رحمانوف آورده است نجات بتیه. قو انفسکم و اهلیکم نارا در روز قیامت است، ولی دنیا مزرعه آخرت است. اگر در این دنیا تغییرات برای اون عائلت تو نیاری، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی، هر یک کدوم شما راعی و مسئول برای خانواده، برای زن، فرزند، مادر، همه توی مسئول که جواب میگوی در نزد خداوند. وقتی تو نفهمی پس دیگه ما دعوتمون انجام شدگی است. ما ابلاغ رسالت کردیم، شما عذر به جهل ندارد این ملت که من نفهمیدم، من نگفتن، من غلط فهموندن. تو گوش کن، اول بفهم، بعد از اون بگو غلط است. همین است. با کم بودن عدد یگان مشکل وجود ندارد. چرا؟ چون که این راه پیامبران بود که همین خیلی عدد کم بودن، ولی اونها از راهشون دست بردار نبودن و قفا نرفتن. همین است راه مبارزه. بله. گپ عمری مقصدی گپ که مثال انتظار میشن که کی آزادی شود. اصلا من میدونم که ما یک سرشت مثال زوام هم شما برید همون لایک شما میدروی میبینی 13,000 14,000 15,000 просмотров دیگه 230 240 даже 300 لایک نیست. خیلی انشالله زیاد شده هستن. بله راست میگه. امیدوارم که انشالله از ترس اینا 2600 نفر بود برنامه شد و 305 نفر لایک مونده است. شو کنیم میدونم داشت میشم وایدا اصلاح پلوسای اصلاح انگلیسای دیگر اینه کانال توضیح برمایید نیده هر سیستم میدونم بخدون لایک میمونم یعنی یک کسا تو اخیره تماسون میکنم که چی گفای بو غیر ای هر یک نومهوی هسته بخدو قسم یکون تشم پرپستر نمیکنم بخدو قسم سلامت باشه. ما حیرون بعد همین یک چی دیگه که مثال استاد همین را میتونیم که این سال بری هوید این اوجی بدبختای ظلم در همین جوانها را کشتن زیاد شده است. این همین راه کتی در دل خلق ترس اندوختن یا که چیکار کردن من هیچ نفهمیدم. بخدا
هر یک شکلی وضعیت هر رژیم همی است برای باد کشتن، یعنی وحشت در دل مردم میاره تا اینکه مردم بترسونه. ولی اگر مردم روحیه و ایمانشون از دست دادگی باشن میترسن. ولی شما مردم مسلمان باید بدانند که زندگی کردن در زیر ظلم و یوغ و سپار از یعنی که مردن از این زندگی برتر است. برای چی؟ به خاطر که تو در حالت بدبختی زندگی داری، در حالت دیاست زندگی داری، در حالتی که وضعیتت بد است، هیچ کس در امر به کشتن یا مرگ نکردیم ما. ولی انسان مبارزه بردن، همین قدر من مبارزه 10 سال مبارزه برده‌ام، آیا همه تهمت کردن، همه تهدید کردن، تمام مصیبت بالا آوردن، ولی آیا ما ترسیدیم؟ نه. ولی نترسیدن ما مبارزه بردن عمر ما را کوتاه کرده است؟ نه، هرگز کوتاه نکرده است. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی مرداره که برای این دینش، برای این راهش، برای راه مبارزه، وقتی که برای اونها میخواد که اونها مبارزه برند، پس حامی همونها الله هست. لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. انا همون است مولای ما، توکل به همون ذات پاک. توکل احمقانه نه، توکل مردگاره، ما توکلمون به الله هست، ولی راههای یعنی که اسبابم استفاده میبریم. چرا؟ چون که نه اینکه من ببرم بگم یعنی کارای انجام بدیم که راستی بخیزم پرواز کنم برام بگم توکل به الله، این احمقی است. یعنی من توکل نفهمیدم. توکل راههای خود چه دارد، از اسباب استفاده میبری، ولی توکل به الله پاک میکنی و از الله طلب میکنی که خداوند کمکت کنه در این راهی سخت، در این راهی مصیبت. ان شاء الله که برادر گرامی درست است، 100% خود درست میگی که یعنی که میترسن مردم، ولی ان شاء الله که ما و تو وظیفه‌مون همین است که باید مردم از ترس نجات بدیم. مردم در حالت اضطراب قرار دارن. 100%. مقصد همین چیو رو من می‌بینم با جای اون ترس در این جوشیدم الله شویده که غضب من میخیزده، میگم کمی شده باشه که به خدا قسم که این دشمنای الله را همین توجیستان نیست که نمی یک آنها 20 سال بیاد شد به خدا قسم در دور چور اومده گم 20 سال بیاد شد من در همین رسیم ما شهروندی همین جا با همون خدا قسم دل ما گرفتگی همین جا میسم فکر میکنم میگم که اونا شو بر اونا این پاس تمی رو برا ما وطن داشته باشم 20 سال بیاد که عمر در همین جا صرف شود به وطن بگردم در همین جا 20 سال. واقعا دهشت است، به خدا دهشت است. اگر گرجدنز تو داری، خانه داری، ماشین داری، کار داری، زندگی داری، تنها میخوای که وطنت آزاد باشه، رنگ انسان زندگی کنی. درست؟ به خدا قطعی اولاد فرزندم همین جا داره، خانه دارم، ماشین دارم، به خدا قسم در همین جا زندگیم رفته است، لیکن دلگیر کرده. 100% برادر، ما میفهمیم. انشاءالله که همه این چیزی که هست آینده با فهمیش و فهماندن، ما از فهماندن خسته نمیشیم. وظیفه ما فهماندن است. هر چیزی که ما میفهمونیم باید بفهمونیم. وضعیت رسول اکرم زدنش، تحقیرش کردن، مجنونش گفتن، ساحرش گفتن، همه گپش گفتن، ولی هیچ وقت دست بردار از اون راه نبود، از راه دیگه. یا کانالش تا میدونم اقلا همون لایکوتون همون برادرو تیموردام لایکوتون همون نه ترسیده لایکوتون اقلا یک دست همی 3 کانال اون میخواه که ما اون باید ندارم فیسبوک و باید نمیدونم همی فقط یوتیوب دایر پیسو همی هر سکنه که همی اسلوپیوس همی دا با خودم پیسم هر سشتا میدونم یگون تشتا پراپسکا که اگرینس هر سشتا میدونم لایک همی ای برادرو اول تو بگم در همی یک کس لایک همی. بله انشاءالله که مردم خدا خواه مونده ایستن. اینا با همه بعد گپی خودت الحمدلله که اینا چند نفر لایکاشون گذاشت 185 نفر یعنی که امروز با اصلاح پادپیساسیا کردن. اینم یک پروگرس های نو که یعنی که با همین گفتن برادرها یعنی که چی است انشاءالله که کارها انجام بشه. یک دیگه استاد با همین یک روز قطوی همین پریزیدنتش بوری همین اخش خوگی ایسوی که همون که ایوب روشتیو میگه که ما
اعلان کردم گروه 24 در روسیه تروریسم، ولی یا ماه پس میگه سفر دارم ایران میرم چرا چی میگم نهضت اسلام ما تروریسم میگم که حالا تروریسم همیرا پیش گفتم به یک دقیقه همیرا خدا خواه بعدی همی رژیم رحمان چپا شدن حکم یعنی چه ما خود بفهم همیرا ما یکمش که این بیچاره یه آدمی بیعقله، یه آدمی یعنی که هوا را بدونی چیه؟ هوا یعنی این نه یوریسته، یه آدمی دیوانه هشاره، این هشار دیوانه هشار شما میدونه تماشاش میکنی خیلی کافر میگه، بعد میگه مسلمان، میگه ما یک سال پیش مسلمان شدم، ما 2 سال پیش مسلمان شدم، محمد اقبال 70% مرده است، انا این تاریخ است دختر محمد اقبال گریخت است، یک گپایی که واپس نمیدونه چی بگه دیوانه. یه آدم بیعقله، یه آدمی که اینا چشمی رو اینا میبری میگه که دیگه دیوانه خانه کوکتوشی اونجا میمونه، میگیم تباباتش کنه ان شاء الله، توباتش میکنن، میگیم برای یک برنامه سریگاه کردم همین اولش یک 10,000 تا پراسموتر گرفتگی، 1,000 تا کمیتر نه اوچش موندگی نه اوچش نه خواهرش ای برادرو میگه حقوران اوخی تا همین فکر نمیکنی که خلق دیگه به پدر تو با چی میبروی 3 تا 4 تا لایک میگیره 10,000 پراسموتر کتی میگه یک ارکنی مو همین گروه های مخالفین شکسته پاکیم اوخی با 4 تا لایک رود سیاه فکر نمیکنی خدا بزنه تا یعنی اون مهم نیست، باید هدف ما این پیتخفکا و این یعنی که چموعکا نباشه، هدف ما رحمان و هدف ما بزرگ است. باور که ایره یگان کارش نمیکنی بیچاره این کسل ایره میبریش همون یعنی که بیمارخانه کسلی ها روحی بیمونیمش تبابتش میکنیم انشاءالله، بگمش برای ایوب پشتی کار برو، ایره زندان کردن این طریق کارام یه آدم بیعقله، یه آدم وپشه توپویه، یه بیعقلی و همون خاطر یا وقت همین خواهچه را مردش گرفته بود راستیگه خواهچه را مردش گرفته بود در تلفن به خدا مادرم گفته نمیتونه که تلفن ده ملا را بیاریم بخونه میگه اشاره کرده است که باید بیاریم خیلی چقدر ترس دادلشون جوگیر شدگی به خدا این خلق با همین کم ترموندگی با کافری همه را دعوت نکنه 100% مردم ایسان گردونده ایسان یا کمتر دیگه نمونده است 100% رحمانو دانورک رفته است میگه میکروفون بکشه سوید مردگی میگه نگاه میکنیم پکا همو ونتیلاتور کار کرده ایسان در بالای سرمون میگه آواز بلند نگه ازان یعنی رحمانو ای منوره ای منبر ای ازان ای اسلام ای الله میترسه ولی انشاءالله عجل شاید سیم مردم مسلمونه هر کسی که من عاش فی شیء مات فیه هر کسی که در چیز زندگی کرد در همون چیز میمبره یعنی از همین اسلام و همین ملاک ترسیدی همین دستی همین انشاءالله که عجل لعنت کرده الله رستگیه به همون خاطر در طریق چیزو وحشی زیق نشه انشاءالله یک چیز دیگه ای که در همیشه کم در برادر ناموس و مکان بفرمی هر یک جودا ما همین چی را میبینم بخدا گرین عصبو خراب میشود همین شما چی را دیدید که همین پیشروی تاجیکستان که فقط لبول گفتون به تاجیکستان با پیش بخدا اوخی همین گفت هم نگیده روتون لخچه نکنید این اینجا به اومد غلام شده گشت گجات تاجیکستان با پیش اونو رحمان و قطعی اهل اولو چه شما هیچ نیستی بله 100% برادر سلامت باشه برادر وطن الله حفظت کنه انشاءالله که شما را هیچ وقت این ملت فراموش نمیکنه هر کار کردگی شما در صفحات این ملت هست این ملت دانست ندانست الله این ملت مردم میدانه شما فکر نکنی که من نفهمیدنم نشناختنم نه ترا الله دانست بسه من کارم الله بدانه کافی است نیاز ندارم با یگان چیزی دیگر چرا چون که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما فهمانده است و باید ما فهمانیم و ما علینا الا البلاغ المبین ما یک ترساننده آشکاریم ان شاء الله ما زحمتمون رو بکشیم خدا خواه همش میشود مهم نیست که کی میفهمه و چی میشود نیت صاف بگی قصد صاف بگی حرکت بکن
انشاءالله برکت از جانب الله حتما پیدا می شود. سلامت باشی برادر گرامی. بارک الله. الله حافظ کنه. سلامت باشی. واقعا برادرای زیادی دارم مثل همین برادر عزیزمون. انشاءالله که شما فکر نکنید که این یگان یعنی که یک وضعیت این حالت از بین می رود. حتما این حالت از بین می رود. و اون چیزی که برای ما و شما مهم است چی است؟ فقط قصدمون و ارادمون از این قفو نگشتن، خسته نشدن. وقتی ما و شما خسته شدیم پس این چی است؟ این دلالت بر بدبختی میکنه. هیچ وقت خسته نباید شد. خسته شدیم بای میتیم. خوب برادر گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 364 لایک و 572 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند. 572 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند. چی مردم رو بیشتر مجبور میکند که تاجیکستان را ترک کنند؟ بیکاری، فقر و ظلم رحمانوف 67%، 33% فشار رژیم و نبود عدالت. پس در گذاشتن لایکاتون در نظرسنجی اشتراک کنید. در پادپیساسیا کردن به شبکه اصلاح الحمدلله زیر 200 نفر امروز در شبکه اصلاح پادپیساسیا کردن که این هم یکی از یعنی که مهمیت های مبارزه هست. هر چقدر که ما و شما بیشتر کارمون انجام میتیم همون قدر ان شاء الله که مهم برای آینده مبارزه خواهد بود. خب بله برادر اگری. بله سلام درود برادر. من اینترنت بزی باید گپ تا تست بگو که با من براسه رانو داخل گپ دوام گپ تا بگو فهمیدیم. چی گفتنیم؟ باید مردم نترسد دیگر این رژیم لعنتی جوانوی ما یا نرکمان کرده تستای سبب نرکمان کردنش میخواد که حکومت زیر قناتی خودش گیره این بچهش دونگه این هم خطا است. چون که این جوانوی که این نرکمان میکنه کو نبراد دیدیمی لعنتی میشوند، نبراد درد سری اینو میشه. انشالله شکست این لعنتی و نزدیک انشالله. و در او برنامه گری منبری که من نتونستی در آمده سبب خودکشی نمون جوانای و زنانی که میشه بسیارتر اکثریتش زنها هست سبب خودکشی اینها. این هم باز هم سبب همین امام علی بقا هست که همین 80% از ظلمی اینمین مقام داروی که امام علی خود اینمین تاکید کرده ظلم کنن و هر رو ظلم کنن سببش ظلم های 80% که اینمین جوان مردم میمرن اکثریت زنها است. برای چی زنها است؟ جوان دختران زنها اینو این لعنتی رو چیکار میکنن؟ بسیار جوان دخترهای تجاوز میکنن. این لعنت کرده ها امی اویله میکنن، مقام دارو میکنن، مقام داروی نزدیک میکنن. این لعنتی رو چیکار میکنن؟ این زنها بیچاره به حیا دیگر نمیتونن چونه‌های کرده چیکار میکشن؟ چونه میکشن، قتل میکنن. 10%ش فقر است. فقر کی آورد؟ فقر باز هم همین امام علی بقا آورد که مردم با فقری و بدبختی آورده رسونده است. 10%ش با کمبودی میکشن. 5-10% دیگهش نرکمان شدن. اونجا نرکمان 5% شوی نرکماندن. همون دوری ها نمیوانن خیلی میرن خیلی 5 دیگهش دویم جوانوی یوشه هسته که این عقیده ایمان است مثال ممکن خطا است. 5% دیگه جوانوی که مثال دوست داری و مثال میگن عاشق میشن و گفته همین خیلی میکشن. همین خیلی تحلیل ایمان است، فکر ایمان است. برادر میگم ما باید چیکار کنیم؟ ما باید کار کنیم هموطنو که جمع شدیم دیگر. اگر ما اقامت در یک آموزه مونه نزنیم، اگر ما متحد نشویم، متحد نشدنیم و شکستی ما است، ما به نیستی میرویم. برای همین هموطنان ما باید کار کنیم. انشالله من بعد وسط که دیگر میزنم انشالله یک کاری میکنم. من در خدمت شما میشم کم و بیش. حالا اینو خور کنم ما باید متحد ما باید کار کنیم. من همین شعر مگم بود و خطوایش دور نتونستم پروفتا. این چی شوره است که در وطنم میبینم
همه ظلم و ستم بالای هموطنم میبینم. ظلم بالای اهل دین در اوج بلند میبینم. طرق زرین در گردن امامی چتر خر میبینم. این خیلی روی وای نگفتم پدها شدم. طرق زرین در گردن امام علی چتر خر میبینم. دختران رو همه اوریان و بطر میبینم. دست امنیتیوی بدخواه را در دامن مادر میبینم. این همه ظلم با فرمان امام علی رحمان است. خوب درک کنید که این دشمن دین اسلام است. این خوب درک کنید که این دشمن دین اسلام است. این مکاره یا الله بس ظلم و ستم دو مصرش من بس ظلم و ستم امام علی مکاره تا یک بلد گور آمده است حالا به ظلم آوره. برادر من ایجاد کردگیم بازی من چطور فراموش کردم. من هم خیلی رساوی ورق نمیگم خیلی ایجاد میکنی بسیار فراموش میکنی غلط های میشود که مثال درسته برادر سلامت باشی. الله حفظت کنه برادر. بارک الله. سلامت باشی. خب یک نفر با اصلاح داخل شده است ولی نمیتونه صحبت کرده و همون خاطر از سر وارد شو تا صحبت کرده بتونی. خب بیننده عزیز و گرامی برادرانی که یعنی که لایک نگذاشتید لایکاتون رو بگذارید. در نظر سنجی یعنی که تقریبا 26 نفر دیگر مونده است به 600 نفر رسیدن. 26 نفر دیگر هم در نظر سنجی اشتراک کنید تا اینکه عددی نظر سنجی ما برابر رسد به 600 نفر. 369 نفر لایک های خودشون رو گذاشته است. 194 نفر به اصلاح آبونه شدند. پس از 6 نفر یعنی 200 نفر اصلاح به 200 نفر آبونه چی در امروز میرسد. الحمدلله این سبب زیاد شدن توجه مردم و این دلالت بر انشاءالله فضل و برکت الله هست تا اینکه ما و شما را با این عمل هامون بتواند که اگر خالص برای الله باشد موفقیت خداوند برای ما و شما هر چیز زودتر نصیب و روزی بگرداند. امیدوارم انشاءالله با یک جایگی با عمل کرد میتوانیم کارهای را انجام دهیم. خب بیننده عزیز و ارجمند ما در برنامه فعلا حدود تقریبا 2 ساعت و 40 چند دقیقه قرار داریم. خب از این بیشتر برنامه مونه طولانی تر نمیکنیم. امیدواریم انشاءالله برادرانی که خواستن صحبت کردن زنگ زدن بازم خوب دیگر گم بکنیم. یگان نفر فعلا نیست که یعنی که زنگ زده باشد یا اینکه چند نفر زنگ زده است پیش از برنامه. مقصد در وقتی صحبت کردن همون که وقت جواب ندادیم ولی دیگر فعلا کسی نیست. اگر کسی که خواهشی صحبت کردن داشته باشد مرحمت و اگر که نداشته باشید خب دیگر تا همینجا برنامه‌مون انشاءالله که به پایان میبریم. بله خب الحمدلله همه آنچه که امروز در برنامه گفته شد این دلالت بر بیداری ملت است. انشاءالله بیداری ملت خودش روز به روز انشاءالله که زیاد می شود. تنها و تنها کار ما و شما مهم هست. کار ما و شما همین است. کار ما و شما یعنی که باید با فهم و وعی سیاسی انشاءالله که همیشه انجام گیرد و همیشه کارمون انجام دهیم. خب 586 نفر در نظر سنجی اشتراک کردند. امیدواریم که انشاءالله برادرانی که تو حاضر را در نظر سنجی اشتراک نکردن در نظر سنجی اشتراک میکنن و نظرهای خودشون انشاءالله که میتین تا اینکه نظرهایی که ما مردم میفهمد که بیکاری فقر و ظلم رحمان است که سبب گریختن مردم یعنی که در تاجیکستان بیرون شدن است. و 373 نفر لایک های خودشون را گذاشتن. بارک الله. و امروز الحمدلله که 25 نفر در چت فعال بودن. 17 نفر فعال عمومی و باقی همه خیلی یگان
یعنی که چیز بعضی آدمو گپایی و تمام به معنی نمی یک نفر احمد ال 6 کی 7 ای هر چیز می نویسه. یعنی برنامه سیاسی است، برنامه یگان یعنی که شخصی نیست. هر چیزی که شما می نویسید یعنی با منفعت این ملت باید باشه. چیزایی که جایی که برای نوشتن یعنی که چیزای به معنی هستن در اون جا برای بنویسید. اینجا فکر کنید که قضیه ملت مردم است، به همون خاطر هر چیزی که درد است همون درد بنویسید. یا گپای می نویسید که تماما یگان معنی نداره. اما وقت در نوشتن هاتون یعنی که قضیه را معین کنید. خیلی با فیلمی کدومی است که معلمه من هم میشناخته است، نینا ایوانونا. نینا ایوانونا معلمه سردار صنفی ما در فیلم از صنف 5 به بعد بود. بله سردار صنف نینا ایوانونا ارلاوا بود. کدومی یگان هم صنف است یا کسی است، ولی مهم کوشش کنید که چیزای غلط ننویسید برادران. خب دیگر چون واقعا نشناختم برادری خواهری نشناختم، ولی مهم که همین است. خداوند نهایت خوب برای ملت و مردم ما الله نصیب و روزی بگرداند. امیدواریم که انشاءالله در انجام عملهایی که برای مبارزه بهتر و خوبتر است هر یک قدم ما سهم خودمون انشاءالله میگذاریم. برادرانی که در هر کشور دنیا هستید یعنی که تا نهایت ما چند روزی به شمار باقی ماند، در همراه بودن به اصلاح کوشش کنید. نگوید که من در اینجا هم در اونجا هم، همه جایی که هست امکانی هم یعنی که کار انجام دادن وجود دارد و یگان مشکل در یگان چیز وجود ندارد. نه بترسید نه در فکری یعنی که ترس باشد. هر چی که ترسیدید هم قدر بدبختی ما و شما را چیکار میکند فرا میگیرد. خوب بیننده عزیز و گرامی، در نهایت دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی در این ماه ذوالقعده یکی از ماه‌های حرام خداوند تمامی ظلم و ستمی که بالای این ملت این رژیم خانمانسوز رحمانوف آورده است ما و شما را نجات دهد. الله سبحانه و تعالی از ظلم ظالمان هر چی تیزتر این ملت مظلوم نجات دهد و خداوند برای ما عزت و شرف، برای ما از آن چیزهایی که از دست ما رفتند آنها را دوباره برای ما بازگرداند. الله سبحانه و تعالی ترس از دل این ملت دور کند، زندانی های بیگناه ما را از زندان نجات دهد. همونایی که در خدمت رحمان بودن رحمان و زندان شو کرد، اونا تا هم وقت رفتن ما را در زندان باشند، یک قدم آزاد شو نکنه خداوند. و یعنی که برای چی؟ به خاطر این دعای ما است. ما یعنی که در دعامون استواریم. وقتی که در خدمت رحمان بود زندانتون کرد خوب تو کرد، ولی زندانیای بیگناهی که با ماده های 307 مظلومانه زندان شدن، الله این زندانی ها را از زندان نجات بدهد. خداوند تمام زندانی های سیاسی که با جرم و ستم و با تهمت های واهی در سیاست های غلط رحمانوف انتخاب کردن، آنها در زندان های رحمانوف هستند. خداوند از زندان نجاتشون بده و الله ما و شما را عزت و شرف و همه آن چیزی که برای نیک احوالی این ملت ما انجام میدیم خداوند ما را به مراد و مقصود من رساند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.